بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه دوستان. بازم مرسی که تشریف آوردین. عرضم حضورتون که تو این وبینار قرار شد که راجع به حالا صرفا اون مواردی که باید بدونید تا وارد بازار کار بشید و اینکه چجوری رزومتون رو اصلا آماده کنید صحبت کنیم. یه بخش از یعنی عملا میخوام دو بخشش کنم. یه بخش اولیه رو من راجع به یه سری مباحث پایه به عنوان یه بک اند دیولپر صحبت میکنم و بخش بعدی رو راجع به رزومه‌اش میخوام صحبت کنم که عملا چه شکلی باشه. یکی از رزومه‌ای هم که هستش رو سعی میکنم نشون بدم و حالا صرفا اون مواردی که معمولا کارفرما دارن دنبالش میگردن رو میخوام صحبت کنم راجبش. تو درجه اول اولین چالش هایی که ما هممون داریم برای اینکه بخوایم وارد بازار کار بشیم اینه که نمیدونیم آماده ایم یا نه. خب یعنی اولین چیزی که باش درگیر میشیم این موضوعه و هر جام که میشیم صحبت میکنیم نمیدونی با چه تایتلی خودتو معرفی کنی، بگی جونیور، بگی مید لول، بگی سینیور، بگی چه میدونم تازه شروع کردم یا هرچی. خب ما تو رودمپ پایتون و بک اند دیولپر توی وبینار قبلی که صحبت کردیم گفتم آقا یه حدی از دانش رو شما برای اینکه وارد بازار کار بشی اونجا اشاره کردم بهش. خب و از یه جا به بعد گفتم با تجربه به دست میاد و حالا صرفا توی پروژه‌ای که وارد میشید ممکنه معماری ها یه ذره تاثیرگذار باشن توی این موضوع. چیزی که به قولی الان درگیرش هستیم خیلیامون، اونایی که تازه شروع میکنن توی این موضوع، من خب با بچهای زیادی ارتباط دارم از شهرهای مختلف ایران و حتی خارج از ایران که دارن کار میکنن. معمولا اولین چالششون اینه که من نمیدونم چقدر باید بدونم تا وارد یه شرکت بشم یا اصلا رزومه بدم یا اصلا خود رزومه نویسی خودش یه مکافاتیه که چه چیزایی باید توش درج بشه. من خب به عنوان یه بک اند دیولپری که حالا چند سالیه کار میکنم میخوام نقطه نظرات خودم رو بدم، چون معمولا توی یه سری از شرکت وقتی وارد شدیم تو زمانی که استخدام داشت اتفاق میفته من خودم که جزء کسایی بودم که رزومه ها رو گلچین میکردم که با اینا صحبت کنیم، اینا فعلا فایده ندارن و خیلی چیزای دیگه. بچه موضوعاتی که من خودم درگیرش بودم توی این سالها اینه که ما همیشه سعی میکنیم توانایی هامون رو یه جوری نشون بدیم تو رزومه، یعنی بیایم هر کاری که کردیم رو توش قرار بدیم. ولی موضوع اولیه اینه که چقدر از این دانش رو ما لازمه قید کنیم. خب پس عملا میخوام راجع به اون سقف دانش صحبت کنم. سقف دانش ما میشه این که خب اوکی، هر کسی که میخواد به عنوان فرضاً تایتل بک اند دیولپر، فرضاً فرانت اند دیولپر، حالا من این دوتا رو مثال میزنم، که بخواد وارد بشه یه حد و حدودی و حداقل باید بدون. اون حد و حدود شامل چی میشه؟ اون حد و حدوده اینه که اوکی مثلا زبانی که داری باش کار میکنی حداقل کم به کم 1 سال درگیرش باشی، یعنی کمتر باشه عملا به عنوان یه دیولپر فعلا شناخته نمیشه، ولو اینکه شما مغز آی کیو حالا چه میدونم انیشتنگ هم داشته باشی فرقی نمیکنه. مسئله سر اینه که شما پرابلم سالوینگ خوبی داشتین، اینکه لزوما کد نویسی خوبی داشته باشی نیاز به تجربه داره. خب تجربهش هم با پروژه هایی که میزنید به دست میاد. یعنی ما طبق صحبت گذشته که داشتیم گفتم برای اینکه بخواید بفهمید واقعا اشراف پیدا کردید به یه فریم ورک یا یه زبونی چند تا پروژه رو بزنید. حالا تو حوزه وب من صرفا صحبت کردم، گفتم اولین پروژهتون بشه یه رزومه خالی، یعنی یک تک صفحه‌ای که قالب رزومه ای داشته باشه و شما اطلاعات خودتون رو بزنید و مثلا توی پورتفولیو بیارید بالا یه جا لانچش کنید. این اولین موضوعی بودش که من صحبت کردم و اتفاقا توی دوره جنگ و مقدماتی هم همین موضوع رو اشاره دادم. توی دوباره جنگ و مقدماتی بخش دومی که حالا صرفا راجع به صحبت کردم همین موضوع بود که آقا بیان یه دونه وبلاگ بزنید. وبلاگ زدن تو درجه اول ساده است، یعنی همه دیدشون اینه که بابا وبلاگ دیگه چیزی نداره که میخوام یه پروژه چالش دار داشته باشم. نه، اینکه چه جوری این وبلاگ رو توسعه بدی خودش تبدیل به چالش میشه. خب خود به خود مثلا آقا من که فرضاً میخوام برنامه‌نویسی کنم با هر کدینگی، حالا صرفا استک کار ندارم، دیزاین پترن رو درست بچینم، کشینگ رو درست و منطقی ازش استفاده کنم، بخشایی که حالا پروژم هستش رو API ها رو درست طراحی کنم، اصلا بخوام تھراتلینگ براش بذارم که آقا مثلا اگر ریت لیمیت خورد یا API رو ببندم یا هر چی. خب میخواید این صرفا وبلاگی که دارید میزنید دو قطبی باشه، یعنی یه قطب فرانت و یه قطب منفی، یه قطب بک اند داشته باشه که بخواد حالا صرفا به قولی این دوتا با هم اینتگریت کنن، یا اصلا نمیخوای رندر بزنی با جنگو یا هر فریم ورک دیگه فرق نمیکنه. خب درگیری هایی که این دوتا موضوع برای شما ایجاد میکنه انقدر طولانی مدته که یه وبلاگی که میخوای تو بزنی اگر قرار باشه تمام قواعد برنامه‌نویسی توش اشاره بدی، از کلین کد چه میدونم سالید
دیزاین پترنا و هر چیز دیگه و کامنتینگ و هر چیز دیگه بخوای توش رعایت کنی، پروژه که فکر می‌کردی یه هفته انجام میشه ممکنه تا 2 ماه طول بکشه. خب تجربه‌ای که تو دستت میذاره تمیز کار کردن میشه تو درجه اول. خب یعنی یه قالبی برات درست میکنه که وقتی یه نفر میخواد، حالا صرفا اون کارفرما یا هر کسی که میخواد تکنیکالی بررسی کنه، روی اون قضاوتت کنه، بگه ببین این پروژه‌ای که زدی، این سبک کدزنی تو دوست داشتم، اینجا رو اشتباه کردی، اینجا رو نباید میزدی، این سبک کد نویسید مثلا توی بحث کلین کدت اوکی، قبول دارم، حالا وارد فاز بعدی میشه. یعنی یه چیزی برای ارائه تو درجه اول باید وجود داشته باشه. معمولا الان وقتی وارد خیلی از شرکت‌ها میشی، میگن که نمونه کار آنلاین داری یا نه، میگه آره نمونه کار آنلاین دارم فلان مثلا زدیم و اینا، ولی خب مسئله سر اینه که تو به تنهایی اونو هیچ وقت نزدی، همیشه یه فرانتی بوده، یه نفر بوده یه جاشو گرفته کمک کرده فلان کرده، یه اتفاقی افتاده دیگه در هر صورت. اگه پروژه‌ای باشه که منطقی و خوب باشه، اگه نه یه پروژه برای یه نفر زده باشی، اون یه نفره عملا پروژه حساب نمیشه، اون تجربه حساب میشه. پروژه هایی که عملا ما میایم توی رزوممون به قولی بیانش میکنیم که دوچار چالش شده باشیم توش. خب یعنی بگیم آقا این پروژه و این شرکتی که توش کار کردم این چالش ها رو برام داشته و این کارا رو کردم و این آورده های من بوده و عملا این چالش ها رو هم توش حل کردم. خب پس اون پرابلم سالوینگ تو لایه این که مثلا چقدر تو قدرت پیدا کردی تو این فریم ورک، تو این بخش میتونی سنسش کنی. موضوع بعدی چیه؟ میرسیم سر اینکه اوکی خب من حالا نمونه پروژه هم زدم، اینم دارم، الان من سافت اسکیلامو چجوری نمایش بدم؟ اوکی سافت اسکیل یه کلمه بزرگیه، ممکنه هر جوری معنیش کنن. اوکی ممکنه تو بری بگی اوکی مثلا این موضوعی که دارم روش کار میکنم به نوعی سافت اسکیل محسوب میشه، یکی بیاد بگه نه نیستش. خب خیلی این کلمه یه ذره قلمبه سلمبه کرده کارا رو، ولی موضوع اصلی چیه؟ ما میگردیم دنبال کلید واژه هایی که افراد توی اون رزومه می نویسن، یا حالا صرفا زمانی که دارن کار میکنن بهشون داریم مثلا میگیم که برو راجع به این مطلب بخون، یا زمانی که مشاوره داری بهش میدی، طرف میاد میگه آقا من مثلا 10 سال دارم کد میزنم، تو این 10 سالی که کد زدم مثلا رو اینا کار کردم، میگم تا حالا این مورد به گوشت نخورده؟ میگه نه. میگم خب برو روش کار. خب یکی از چالش هایی که شما میخواید باش برخورد کنید اینه که میرید توی حوزه کار میکنید، خب یک بعدی میشید و وقتی وارد یه حوزه دیگه میخواید بشید برید کار کنید، رزومتون وقتی بررسی میکنن همونجا درجا فیل میشه. خب میگن چرا؟ چون تو این موضوع کار کردی، تو این موضوع ممکن تجربه نداشته باشی، یا اصلا با ماژول ها و تمام ارتباطاتی که تو اون لایه بوده اصلا ارتباطی تا حالا نتونستی بگیری و باشون کار نکردی، پس در نتیجه جایی که اکسپرت بودی به یه جای دیگه تبدیل به یه جونیور میشی. خب پس سعی کنید توی فیلدی که دارید حالا به قولی تحصیل میکنید، توی فیلدی که دارید کار میکنید رزومهاتون رو ارسال کنید. نیاد مثلا چه میدونم تو لایه بک اند کار کردی 4 تا چیز توی فرانت یاد گرفتی، رزومه فرانت پر کنی یه جای دیگه بدی، چون ساید فرانت تو میخوان سبک سنگین کنن. پس عملا رزومه باید جوری باشه که به تمام تواناییاتون بخوره. ولی چقدر بدونی که وارد این موضوع بشی. اوکی میخوام راجع به این صحبت کنم. خب هر پروژه‌ای که شما کار میکنید، هر شرکتی که میرید گیر و گورای خاص خودشونو دارن. مثلا اگه بری اسنپ بیشتر با داده‌های کاربرا دارن سر کله میزنن، ای پی آی هاشون مثلا یه جور دیگه است. بری تو دیجیکالا باز اونها یه سبک دیگه ای دارن، ای پی آی هاشون یه جور دیگه است، داده‌هاشون متفاوته. خب پس هر جایی که میری عملا سعی میکنی یه چنگ به این یه چنگ به اون نالجی به دست بیاری که یواش یواش تبدیل به یه سری قواعد کنی. قواعد رو وقتی از توش درآوردی میشه برات یه تجربه که آقا مثلا من اگه قرار باشه این پروژه رو انجام بدم، طبق تجربه‌ای که به دست آوردم تو اون قواعدی که داشتیم کار می‌کردیم میتونیم از این روش استفاده کنیم. خب اینجاست که شما یواش یواش شروع می‌کنی به پیدا کردن کیفیت مناسب زمانی که می‌خوای مصاحبه بشی یا زمانی که می‌خوای تو اون پروژه شرکت کنی یا کار کنی. بچه‌ها خب معمولا اینجوریان که یا فریلنسن یا دنبال اینن که رزومه‌شون رو به شرکت بدن. شرکت‌ها بچه‌ها تو درجه اول دنبال سالاد فصل نمی‌گردن. سالاد فصل چیه؟ یعنی شما بیای تو رزومت 100 تا چیزو بگی. خب بیای بگی که من اینو کار کردم، ریاکت کار کردم، جنگو کار کردم، فست ای پی فلان 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 فلان، 100 تا چیزم اسم ببری. خب تو کدوم بیشتر دیپ کار کردی اون براشون مهمه و اون رو ملاک قرار بذارن. خب نمیان بگن که اوکی من این کسی رو برمی‌دارم که پی اچ پی، پایتون، جاوا اسکریپت، نود همه رو کار کرده، دمشقم نه این دمشقم نیست، یعنی که تو همه رو سطحی ناخونک زدی رد شدی. خب پس توی رزومتون سعی کنید چیزی رو بیارید که بیشتر از هر چیز دیگه ای روش تسلط دارید و کار کردید، هر چیزی رو ننویسید. مثلا میگم من یه رزومه رو باهاتون شیر کنم.
رزومه یکی از بچه‌هاست. خب اول من راجع به قالب حالا صرفا الان صحبتی نمی‌کنم، معمولا اینی که بیشتر تکست بیس دوست دارم باشه قالب ها، و حالا صرفا دیگه نمیان این جنگ بلک بازی ها رو بذارم، ولی میخوام راجع به کلید واژه‌ای که توی رزومه میاد، رزومه به عنوان یه بک اند کار بیاد صحبت کنم. مثلا میگم اجرای بک اند پروژه سوشال چه میدونم دانلودر، خب یا اجرای بک اند پروژه هرچی. خب به این وظایف و دستاوردها این الان نمیرسونه توی اون موضوع، توی اون فیلد وقتی کار کردی چه چالشایی داشتی. ما میدونیم به عنوان بک اند دیولپر اونجا شرکت داشتی، یعنی این موضوع برامون واضحه. اینکه چی کار کردی برامون مهمه. خب یعنی وقتی هم میاد تو مصاحبه و میخوایم باشون صحبت کنیم، معمولاً اتفاقی که میفته اینه که این موضوع رو نمیان شفاف توی رزومه بگن و ما مجبوریم هی تیکه تیکه سوال کنیم، بگی خب چیکار کردی. ولی وقتی اینا رو بدونیم یه خلاصه ازش بگم کافی. یا فرض مثال سوابق تحصیلی اوکی، کارشناسی مهندسی کامپیوتر و فلان اینا همشون اوکی. بچه‌ها من تو رزومه‌هایی که حالا صرفا میبینم معمولا بچه‌ها یا کارشناسن یا ارشدن، ولی تو فیلد خودمونن. خیلی کم پیش میاد افرادی رو ببینم که مثلا رزومه، یعنی افراد به قولی کارکشته‌ای باشن که از رشته غیر از کامپیوتر باشن. شاید هم باشه ولی من باشون برخوردی نداشتم توی این موضوع و عملا هر کسی رو که دیدم توی حالا صرفا فیلد ما تونسته به نقطه خوبی برسه از رشته تحصیلی خودمون بوده، چون درک مناسبی از کامپیوتر خیلی چیزای دیگه داشته. وظایف و دستاورداش مثلا دوباره به عنوان برنامه‌نویس بک‌اند توی فیدار داده‌نگر ایرانیان مثلا هرچی، خب اجرای تست با استفاده از مثلا هرچی، بعد اجرای پروژه هرچی فلان فلان. ببین این کلید واژه ها خوبه، لایک منیجمنت، فایل بیت، لایک استش، اینا خوبن، ولی بازم اشاره نمیکنه که خب این پروژه یا مثلا شرکتی که توش کار کردی تو چه حوزه‌ای بوده، مثلا نفهمیدم. خب یعنی پروژه رو عملا شما باید یه جورایی تفسیرش بکنید که بگید چی بوده و من چی کار کردم توش، حالا با اون چیزایی هم که سر و کار داشتی در حد کلید واژه بگی که هم بولد بشه من بدونم دقیقاً با چی آشنا شدی، همین که زمانی که میخوام انتخاب کنم از بین رزومه‌ها بدونم که این بنده خدا مثلا قبل از اینکه مثلا چیز کنه بیاد تو شرکت ما بخواد کار کنه با چه شرکت‌ها و با چه چیزایی درگیر بوده، چه بخش‌هایی تونسته باشون مثلا پروژه ها رو هندل کنه، چه دانشی داره. اگر اینا رو ندونم فقط بنویسی که من اینجا کار کردم خیلی به درد من نمیخوره. پس تو درجه اول یکی از پوانهای مثبتش میشه این بحث حل مشکلاتی که توی اون پروژه یا تو اون شرکت ها باش برخورد داشتیم. بعد سوابق کارآموزی رو من خیلی واقعا دوست ندارم، یعنی بنویسن که بگم من کارآموزی فلان جا بودم، خیلی تأثیری نداره. تو به جای اینکه بنویسی سوابق کارآموزی همون سوابق کارت محسوب میشه دیگه، عملاً منطقی نیست به نظر من. زبان انگلیسی هم الان فکر کنم تقریبا هممون دیگه هر کسی تو این فیلد داره کار میکنه بلدیم، حتی شده دست پا شکسته، ولی زمانی که میخوان مصاحبه کنن میپرسن زبانت در چه حد خوبه. شاید اگه پروژه بین‌المللی باشه لازم باشه توی یه جایی بیای مثلا داکیومنت فنی ارائه کنی، داکیومنت فنی انگلیسی باشه، یا اصلا قرار مثلا فیس تو فیس با یکی شاید صحبت کنی. بعد عرضم حضورتون که شبکه اجتماعی ها حالا صرفا چیز خاصی نیست. خب یعنی خیلی واقعیت نمیرن نگاش کنن مگر گیت هاب و لینکدین. تلگرام که اصلا هیچ. گیت هاب و لینکدین رو چرا میرن نگاه میکنن؟ ببینن که طرف مثلا چقدر کانکشن داره. توی مثلا لینکدین رو مثال میزنم، با چه آدمایی درگیری بوده، از دستاورده و کاری که کرده صحبت کرده توش یا نه. خیلی کم میرن نگاه کنن، یعنی فرصت نمیشه عملا نگاه کنن، ولی بیشتر گیت هاب رو چرا چک میکنن. گیت هاب خوب بچه ها مثل یه برگ سبز میمونه که هر جا بری نشونش بدی انگار که داری یه سری چیزها رو پاس میکنی باش. خب پس یه پیج گیت هاب خوب که یه ریدمی خوب داشته باشه، توصیفت کنه، یه سری اطلاعات هم باز بده، خیلی کمک میکنه علاوه بر این چیزی که حالا صرفا اینجا داری مینویسی. حالا پروژه هایی که کار کرده، سوابق شغلی و پروژه ها این الان جدا بودنش این فهمو برای من میاره که انگار مثلا پروژه های مجزا از این شرکت هایی هم که بوده کار کرده، در صورتی که اومده همون پروژه هایی که تو اونجا بوده رو توصیف کرده. خب پس یه فضای اضافه به نظر من رفته صحبت کرده راجبش. ولی کلا اون کلید واژه‌ای که دنبالش میگردم، با جنگو کار کرده، رست فریم ورک بلد بوده، داکرایز کرده، یعنی اینکه تجربه کار با حالا صرفا به قولی داکر و دیپلویمنتش به نظر خوب میاد. بعد اتنتیکیشن تو لایه جیسون وب توکن و OTP کار کرده.
بعد به درخواست مشتری برای بخش ادمین به جای استفاده از جنگو ادمین پنل با استفاده از SCPI پنل ادمین مخصوص نوشته شده. خب این خوبه، خب این تجربه خوبیه در صورتی که عملا ما اینو لازم میبینیم. یعنی من خودم عملا هیچ وقت نیومدم از ادمین پنل جنگو تو پروژه مستقیم دسترسی به کسی بدم استفاده کنیم. خیلی هستن این کارو میکنن ولی من صلاح نمیبینم این کارو بکنم، چون یه سری دسترسی ها داره که شاید نتونی کنترلش کنی، یه ذره اذیت کننده است. اوورراید کردنش خیلی مصیبت. ببین باز دوباره همون تجربیاته، یعنی این گفتن این تجربیاتی که بالا گفتی خیلی کمک کننده نیست. بهتر اینه که مثلا بیای بگی که توی این حالا صرفا پروژه‌ای که بوده دقیقاً چیکار کرد، چون این عملاً همونه. خب اتفاق خاصی نیفتاده، همون کارا رو دوباره انجام دادی. بعد لاگ منیجر مثلا شرکت حالا هرچ که هستش گفته که بیا چه میدونم مثلا با زبون پایتون کار کن، اوکی الاستیک استک و رست فریم ورک جنگو داکر است. باز دوباره چند تا چیزیه که به قولی گفته شده، اینا مثلا تو همون واژه اول کافی بود، نیاز نبود دوباره تکرار کنم. ولی الاستیک خب چیزی که میخواستم بدونم. فایل بیت، لاگ استش، اینا مثلا چیزایی که کار کرده. اوکی دمت گرم، باز یه سری چیزا فهمیدم. کارفرما درخواست کننده پروژه شخصی مثلا لاگین پنل ساده با استفاده از پکیج تیکیندر پایتون. این خوبه ولی ما معمولا اینو تو رزومه نمیاریم. یعنی خود من شخصا که تیکینتر حتی آموزش هم دادم جایی نمیگم ازش که آقا بلدم. چرا؟ به خاطر اینکه نمیان یو آی های گرافیکی که هستش تو پروژه های واقعی و عملا با تیکی بزنن. پس یه بخش کار میره سمت اینکه شما چیزایی رو ذکر کنید که کیفیت رزومه رو بالاتر میبره، نه اینکه تعداد. یعنی الان کیفیت بهتر از کمیت موضوع. خب بعد پروژه جنگویی بسیار ساده سایت فروشگاهی، خب اینو میتونست خیلی بهتر از این حتی بولش کنه و نمایشش بده. خب پروژه فروشگاهی بستگی به سبک فروشگاهه داره، ولی مثلا بگی من یه فروشگاه مولتی وندور زدم که مثلا ابجکتیو یا چه میدونم اتریبیوت، قابلیت کنترل اتریبیوت داره، یه سری موارد اینجوری مثلا توش ذکر کنی خیلی کمک کننده است. یعنی میتونی بفهمی که اوکی مثلا این فلانی تو این بحثا خیلی ریز کار کرده و تجربه خوبی هم داره. چرا؟ خود این پروژه ای کامرسی که تو داری استفاده میکنی چند تا چالش داره به خودی خودش. یکی اینکه کوئری های ORM پیچیده داره برای اینکه بخوای بزنی. دو، میری راجع به این صحبت میکنی که اتریبیوت بیس و حالا صرفا شاید با دیزاین پترن مثلا ابسترکت فکتوری اینو طراحی کرده باشه. خب سمت مثلا ORM جنگو اونجایی که داری مدل ها رو می‌نویسی میتونی از بیس مدل مثلا استفاده کرده باشی. خب ببین اینا میشه چیزایی که به پروژت اضافه میکنه به کیفیت عمل کرده و اون چیزایی که بلدی و میتونیم ما روش قضاوتت کنیم. خب به مهارتات پایتون اوکی، جنگو، رست فریم ورک، داکر، انجین ایکس. مثلا این انجین ایکس وقتی میای ذکر میکنی انجین ایکس، اگه امکانش هست من سوالا رو آخرش جواب بدم که بتونم به موضوع برسم، چون فرزادم میخوام صحبت کنه راجع به رزومه ها. من بیشتر تلاشم اینه که تا حد ممکن به عنوان یه بک اند دیولپر روی چیزی که دارم میبینم نظر بدم. انجینیکس رو وقتی تو مینویسی انجینیکس رو خب قطعا نرفتی دیپ کار کنی، در حد چیزای موردیه و ما میدونیم وقتی تو میگی آقا من دیپلوی انجام دادم درگیری با انجینیکس داشتی، یعنی گفتنش عملا دیگه واجب. سلری خب خیلی مهمه. خب سلری یکی از مواردی هستش که توی استک ما خیلی استفاده های حالا به قولی شاخص داره، چه تو حوزه حالا صرفاً بحثایی که میخوای تو حوزه هوش مصنوعی استفاده کنی، دیتا میخوای استفاده کنی، ذخیره سازی، یه سری عملیات پشت صحنه و خیلی چیزای دیگه. مثلا توی یه پروژه ممکنه بیاد بگه که ما یه چالنجی داریم روی بحث مثلا تسکایی که هستش و با سلری داریم انجام میدیم، یه ریسورسی داریم که ممکنه حریصانه باش برخورد کنه، اینو میخوای مثلا با سلری مدیریت کنی، یا اصلا پول میخوای بسازی از طریق اون پول میخوای مدیریت تسکا رو انجام بدی. خب اینا میشه اون جاهایی که ما میفهمیم تو دیپ کار کردی. پوستگره SQL خب مثلا گفتنش خیلی چندشه، اصلا مای SQL هم باز همینطوره، چون ما میدونیم تو به عنوان یه جنگو دیولپر نرفتی بشینی کوئری هایی که مثلا خیلی پیچیده است تو پوستگره SQL، یا چه میدونم مثلا با ارزم حضورت کن پی جی ادمین باز کنی توش کلی کار سنگین انجام بدی. بازم میگم اینا تجربیه، یعنی حتی این کلید واژه ها رو اینجا پیاده سازی هم کرده باشیم ما میفهمیم، اینا به عنوان مهارت نمیشه ازش اسم برد. خب گیت و گیت هاب خب خیلی خوبه، گیت هاب، گیت لب، و اشاره کنی که
رانر و اکشنز ها هم استفاده کردی تو لایه CI/CD خیلی خوبه. یعنی نشون میده که مثلا تو محیط پروداکشن بودی و کار کردی. لینوکس ببین بدیهیه، کسی که جنگو کار میکنه، کسی که داره تو حوزه کاری ما مثلا به قولی تو حوزه پایتون داره کار میکنه، قطعا دستش به لینوکس میخوره. امکان نداره ویندوز دیولپر باشن، میرن سمت لینوکس پیاده سازی انجام میدن که بلکن توی حالت صرفا سرورهایی که تحت مثلا اوبونتوه. یعنی تو عملا وقتی میگی من مثلا لینوکس اشراف دارم، هر کی ببینه فکر میکنه مثلا مثلا دوره‌ای چه میدونم الپیک گذروندی یا چیزی شبیه به این گذروندی. لینوکس مثلا کلید واژه‌ای نیستش که واقعا تو اینجا بخوای بیاری، ولی ازت میپرسن حالا که بلد هستی یا نه. بیشتر 50-50 بودن نبودن، شاید دیگه نیازی نیست بگی اوبونتو. خب ما هممون میدونیم که تو نرفتی چیز دیگه کار کنی. وقتی میگی لینوکس همونجا یه کاما بذاری بگی لینوکس اوبونتو فلان اینا خودمون میفهمیم. خب ارزم حضور دیتابیس الاستیک سرچ این چیزیه که هر کسی تو رزومش نمینویسه. میگم وقتی تو میای مینویسی من الاستیک سرچ مثلا یا الاستیک استک حالا صرفا استفاده کردم، چیزی که اتفاق میفته اینه که اونا تصور رو بر این میذارن که تو با این دیتابیس کار کردی، نه با کانکشن روش و جابجایی دیتا ها. خب یعنی تصور رو روی این میذارن. وقتی میگی من مثلا الاستیک یا هر چه میگم اینفلکس دی بی یا هر دیتابیس دیگه رو کار کردم، تصورشون میره روی این موضوع که خب تو تسلطت روی این دیتابیس هستش و باش کار کردی، نمیدونن که فقط باش کار کردی. اینو نمیتونی مفهومش رو بهش برسون. حالا با چقدر این شینگل پینگل بازیه که بخوای کم و زیادش هم کنی باز فایده نداره. بعد ببین کلا اینجوریه، یعنی الان اکثر رزومه ها دنبال اینن که یه حاشیه اینجوری قالب این شکلی داشته باشن، ولی بیشتر متنی میخوان رزومه ها رو، تا جایی که حالا صرفا چش کار میکنه و تو لینکدین هم الان صحبت میکنن. اکثر مواقع رزومه ها رو میگن که بچه‌ها بیاین بیشتر متن بنویسین، راجع به خودتون صحبت کنین. این فضا الان فضاهای حیف شده محسوب میشه. حتی من نیاز ندارم عکس تو رو هم ببینم، اگه بخوام ببینم میرم شبکه اجتماعی تو نگاه میکنم اونجا قطعا عکس گذاشتی دیگه. خب اینا مثلا چیزاییه که ما واقعا بهش توجه میکنیم. پس تو درجه اول چیزایی که ازتون میخوام اینه خیلی اسپسیفیک اون چیزی که کار کردید رو بگید. خب و زمانی که دارید راجع به پروژه هاتون صحبت میکنید یا تو شرکت هایی که کار کردید راجع به اینکه با چیا درگیر بودید بگید. تو اگر میبینین اشتراکات دارن نیازی نیست بگید. مثلا چیزایی که بدیهی هستش رو نگید. خب مثلا همینجا تو گفتی پایتون جنگو داکر گفتی تمومه، من فهمیدم که تو داکرایزیشن جنگو بلدی، کافیه دیگه. نیازی نیست چند بار این کلید واژه رو بیاری به نظر من. خب یعنی عملا نیازی نیست بگی. بعد الان چیزی که مثلا خیلی درگیرشن اینه که تو تجربه دیپلویمنت داشته باشی. خب ولی تو هیچ کدوم از اینا حالا من تا جایی که چشم کار کرد تجربه دیپلویمنت ندیدم. مثلا یه پلتفرم بگی مثلا AWS کار کردم، بگی مثلا با همروش کار کردم، بگی مثلا چه میدونم با کپروور یا پلتفرمایی که پس هستن، پلتفرم از سرویس هستن کار کردم. اینا رو من توش ندیدم. خب پس سعی کنید بیشتر داده هایی بنویسید که کمک کنه به اینکه ما بفهمیم تو چقدر بلدی، نه اینکه بفهمیم که تو حالا صرفا چه شکلی هستی، کجا زندگی میکنی و اینا خیلی برامون مهم نیست. حالا راجع به خود بحث محل زندگی و اینا صحبت میکنم. بچه‌ها من تجربه خودم هم سعی کنم تو یه رو منتقل کنم، بازم خوبه. من شاید بالای 40-50 تا شرکت رفتم برای استخدام و تو هیچ کدوم استخدام نشدم غیر از یه دونه که اولین شرکتی بود که رفتم. اونم فکر میکردم به عنوان کارمندی که میخواد بره رو دکل نصب حالا صرفا رادیو بزنه رفته بودم، ولی اینجوری نبود. قرار بودش که من به عنوان دیولپر مثلا برنامه‌نویس اونجا برم، ولی چون دپارتمانش هنوز وجود نداشت گفتم حالا فعلا بمون پاسخگوی تلفنی بودم. مسئله کجاست؟ اینی که ما معمولاً وقتی میخوایم بریم رزومه بدیم و جایی قبول بشیم، رزومه رو برای اون جای خاص باید درستش کنید. خب من اینجوری نبودم. تجربه من اینجوری بود که من یه رزومه داشتم، همه کارام هم توش نوشته بودم و هر جا میرفتم بلافاصله فیل میشدم. دو تا موضوع تو رزومه خیلی بد بود. یکی این که اوور ریاکت کرده بودم روی یه سری چیزها، مثلا یه سری پروژه های خیلی خفن درست زده بودم ولی ارزشی نداشتن. یعنی شاید بگی خیلی محیرالعقول بودن، ولی اون چیزی که کارفرما داشت دنبالش میگشت این نبود. این که تو بخوای نشون بدی که خیلی فول آف سورپرایز و خیلی خفنی نبود. دنبال این بود که کارهای معقوله بتونی انجام بدی. خب پس یه موضوعی که سعی کنید ازش دوری کنید اینه که
هر چیزی رو ننویسید و هر پروژه‌ای که صرفا دیدید که خیلی خفنه رو هم نیارید. گاهی وقتا رد شدنتون بابت اوور کوالیفای شدن و دیدن همینها میشه. میگه تو بالاتر از چیزی هستی که من میخوام. من یه کارمند میخوام کارامو انجام بده ولی درست انجام بده، یعنی سر تایم و اینجور چیزا باشه. پس بیشتر به این گرایش برید جلو، نگاه کنید کاری که دارید انجام میدید. موضوع بعدی چیه؟ وقتی که دارید حالا صرفا درگیر میکنید خودتون رو روی مسائلی که مربوط به ارزم حضورتون که رزومه میشه، من یکی از اشتباهاتم این بودش که خیلی ریز دونه دونه اسکیلامو نوشته بودم و 3-4 صفحه پر کرده بودم. معمولا اینجوریه که اینا رو نگاه نمیکنم، میگن 1 الی 2 صفحه نهایتا باشه، خیلی نباشه، یعنی خیلی زیاده گویی نکن. توی جاهایی که من رفتم، پوزیشن های مختلفی رفتم، به عنوان حالا صرفا CTO رفتم، به عنوان بک اند دیولپر هم رفتم، ولی تو بیشترشون رد شدم. چرا؟ به خاطر اینکه اونها شناختی نسبت به کار من نداشتن و نمیدونستن چقدر میدونم و بیشتر مواقع جاج میشدم. یعنی اینکه میگفتن که خب تو مثلا تو این پروژه بودی فلان کار کردی، وقتی هم میومدم مصاحبه میکردم کامل توضیح میدادم، میگفتن خب تو چرا اینجایی هستن، اینجا به دردت نمیخوره، برو یه جای دیگه. یعنی میرفتی یه جوری صحبت میکردی که اونا فکر میکردن تو برای اینجا اصلا ساخته نشد. یکی از دلایل رد شدن زیاد من این بود. موضوع بعدی اینه، من از یه نقطه‌ای به بعد دیگه رزومه نفرستادم به جایی و سعی کردم با نمونه کارهام خودم رو به قولی پرزنت کنم. از کجا؟ از گیت هاب و لینکدین. خب یعنی نقطه‌ای که من بخوام کار پیدا کنم یا بخوام بگم دنبال کار میگردم، لینکدین تو درجه اول. شبکه سازی خیلی کمک میکنه، یعنی بیشتر از این که شما فکر کنید دانش کمکتون میکنه، قرار شبکه سازی کمکتون کنه تو دراز مدت. الان میشینی مثلا خودتو تیکه پاره میکنی، میشینی کلی علومی یاد میگیری که مثلا برای برنامه‌نویسیه، ولی در صورتی که شبکه سازی قرار نجاتت بده. پس اون سایدو هیچ وقت ول نکنید، سعی کنید با افراد مختلف در ارتباط بشید، سمینار، وبینار رو همه رو شرکت کنید. خب چیزی که هست، من هر کدوم از این حالا صرفا کارهایی که سمتم میاد یه وابستگی به یه کاری توی لینکدین هم داره یا تو پروژه‌ای که توی گیت هاب هم هستش داره، یا نهایتا اینا سینه به سینه مثلا از من تعریف کردن، گفتن که آقا فلانی من باش کار کردم، مثلا اوکی میتونه مثلا کاراشو انجام بدی. وقتی خودتو به یه نقطه خوبی برسونی دیگه لازم نیست دنبالش بگردی. خود این پروژه و حرفایی که داره به قولی جابجا میشه به اندازه کافی کار برات ممکنه بیا رو پیدا کنید. خب هیچ وقت سعی نکنید به یه نقطه پایبند باشی، یعنی بگی من حتما باید برم برای یه سری کار کنم تا درآمد داشته باشم. نه، درآمدزایی تو حوزه کاری ما خیلی متفاوته. میتونه مثلا تولید محتوا باشه، میتونه تولید محتوا البته تکنیکال، بعد میتونه حالا صرفا از بابت پروژه ها، مینی پروژه هایی که تو پونیشا خیلی جای دیگه میگیرید باشه، میتونه کار کردن تو شرکت ها باشه. ولی از یه نقطه‌ای به بعد شما دیگه نمیرید دنبال این که بخواید برای یه شرکتی کار کنید، بیشتر سعی میکنید توی خونه بمونید یا توی محیط کاری برید یه پروژه داشته باشید که خورده خورده رو اون کار کنید و یا یه پروژه از سمت خودتون وجود داشته باشه که روش سرمایه‌گذاری کنید. خب پس باید به اون نقطه یواش یواش برسید. بیاین ردبندی کنیم بچه‌ها رو. کسایی که میان شروع میکنن، از نظر من اگر اون مواردی که ما تو سیلابس ها حالا صرفا گفتیم، حالا من به عنوان بک اند دیولپر تو حوزه پایتون، استک پایتون میگم، اگر اون سیلابس هایی که من گفتم توی دوره ها رو بدونن، به عنوان یه جونیور دیولپر میتونن شروع به کار کنن. خب چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه اونجا انقدر راجعش فکر کردیم که چیا رو بچه‌ها لازم دارن تا تازه وارد بشن. پروژه ها رو اگه زده باشن، اوکی باشن، یعنی شل نگرفته باشن، کاملا میتونن راحت وارد بازار کار بشن. اینو یعنی چیزی که حتی تو ویدیوها آخرش هم گفتم که بعد از اینجا چی کار کنیم. موضوع بعدی چیه؟ موضوع بعدی اینه که شما برای هر کاری چجوری اقدام کنید. مثلا اگه بخوای خودتو معرفی کنی، میگی من میدم، جونیورم یا فلانم. خب ببین، من خیلی وقت این بحثو گذاشتم کنار، نه به کسی میگم جونیور، نه به کسی میگم مید، نه به کسی میگم سینیور. خب چون ممکنه شما توی یک موضوعی انقدر تسلط داشته باشی که خدا باشی، من یه موضوعی با تو صحبت کنم انقدر ندونی که از نظر من دامی باشی. خب ولی هممون یه حد و حدودی رو باید داشته باشیم، اون حد و حدوده رو راجع بهش صحبت کردم تو رودمپ. موضوع بعدی چیه؟ الان فرض کنید که حالا صرفا تو رزومتون میایید میگید که اوکی، فرض مثال من جنگو دیولپرم، فلان کردم.
اون استایل و اون سبکی که کد زدید هم خیلی مهم میشه. یعنی اون جایگاهی که شما رو از همه متمایز میکنه پروژه ها و کارهایی که کردید. خب پس عملا وقتی من میگم آقا من سینیور دیولپرم، سینیور دیولپر بودن من تو جایگاهی که من کار کردم ممکنه برای یه نفر دیگه اصلا مناسب نباشه. این اتفاق دقیقاً افتاد. توی پروژه من توی امارات کار کرده بودم و اونجا یه نقش خیلی خوب و موثری داشتم، اومدم ایران توی پروژه دیگه خواستم منو بیارن، تو اونجا هیچی نمیفهمیدم. خب یعنی عملا رد شدم. خیلی ساده است. پس باید توی حوزه‌ای کار کنیم که توش تخصص داریم. حالا راجع به خود رزومه ها من میگم چیزی که هست، دوست دارم یه نفر دیگه راجع به خود رزومه صحبت کنه و یه ذره اطلاعات بیشتر بهتون بده، چرا که من تجربه‌ای که از رزومه ها داشتم و همین الانم با بچه‌ها درگیر هستم، میگم رزومه‌تون بفرستین چک میکنن. یه استایل مشخصی داره هر رزومه، ولی یه سری کلید واژه ها باید توش باشه. یعنی اون مواردی که ما چک میکنیم میگیم آقا تو یک سال اگه کار کردی، تو یک سال حداقل باید یه نو اس کیو ال هم کار میکردی، تو دیتابیس که کار کردی ولی کار نکردی، خب یعنی که تجربه کم. خب یعنی برخورد با پروژه‌ای نداشتی که چالشی داشته باشه که بری سراغ نو اس کیو ال. پس این موضوع رو داشته باشین زمانی که میخواید وارد بازار کار بشید، باید تا یه حدی بدونید که شما بتونین کارو خودتون جلو ببرید. خب اون حد رو من قبلا تعریف کردم که چقدر با اون رودمپ ها. اما راجع به خود رزومه میخوام صحبت کنم. حالا توی رزومه ها فرضا جان حالا صرفا ایران نیستش، با رزومه های بین المللی خیلی درگیر بوده و عملا میتونه خیلی چیزا رو بیشتر از من که حالا صرفا هستم بهتون انتقال بده، خیلی خیلی بیشتر، چون من عملا توی این موضوع خیلی درگیر نبودم. بیشتر اتفاقی که افتاد اینه که من با افرادی کار کردم که قبلا میشناختمشون، با افراد جدید خیلی کار نمیکنم، چرا که حالا صرفا تجربه خوبی از کار کردن با افراد جدید تا الان نداشتم. ولی هر چقدر که جلوتر میرم یه سری از افراد میبینم که اصلا توی پروژه های خیلی خارق العاده ای هستن و سعی میکنم بیشتر جذب این موضوع بشم. اما استیبل ترین نفراتی که میشناسم و سعی میکنم همیشه سر کار بیارم و باشون کار کنم، چون خیالم از این موضوع راحت باشه. این کارکرد منه، یعنی مدل کاری من. حالا صرفا با پروژه‌ای که درگیر بودم، با شرکتایی که درگیر بودم، چیزایی که از بچه‌ها می‌خواستیم داشته باشن، این یه خلاصه ای از اون موضوع. فرزاد جان شما یه زحمت بکش دیگه، بگیر دست جریان. من همیشه پر حرفی کردم. خواهش میکنم. خیلی هم قشنگ و جالب بود. فقط یه نکته که بگم، اول که سلام به همگی سلام میگم. ببخشید من خیلی یه ذره میخوام انگلیسی قاطیش کنم، ببخشید دیگه. این به رب به این داره که هر روز دارم با این موضوعات درگیرم و صحبت میکنم. یه سری چیزا واقعا انگلیسیش به نظرم برای برنامه‌نویس جماعت راحت تر فهمیدنش دیگه. اپلیکیت فارسی و انگلیسیش نکنید. یه نکته که همین اول بگم، من واقعا هیچ ایده‌ای در مورد رزومه نویسی در ایران در این مقطع در تکنولوژی ندارم. سال‌هاست ازش دور بودم و واقعا نمیدونم اصلا تو سیستم هایرینگ ایران چه اتفاقی داره میفته. چیزایی هم که تو لینکدین میخونم خیلی رد و نقیضه و یه سری چیزهای متاسفانه بدی هم میخونم که ناراحت کننده است. به همین بیاین اینو کانسیدر کنید اینجا که این چیزایی که من میگم در اسکیل بین المللی احتمالاً خیلی بهتر جواب میده و در اسکیل ایران شاید اونقدر جواب نده. پس این رو لطفاً در نظر داشته باشید، چون ممکنه یه سری از چیزایی که میگم متناقض با حرفی باشه که الان علی گفت. به نظرم علی خیلی فوکوسش رو روی کمپانی‌های ایران گذاشت، جایی که احتمالاً سیستم ATS نیست، اپلیکانت ترکینگ سیستم برای هایرینگ، یک چیه گفت یه نرم افزاریه که تیم اچ آر یا منابع انسانی توی کمپانی ها، اکثر کمپانی های درست درمون در دنیا استفاده میکنن و اولین سد کاریابی در اسکیل بین المللی عبور از ATS. پس به همین جهت یک سری تریک های رو میخوام بگم اینجا که ببخشید وسط حرفا. علی شعر منو اگر باز کنی ممنون میشم. بله چشم ببخشید. یه سری چیزهایی رو باید کانسیدر کنید در اسکیل رد شدن از ATS که یه ذره با حرف علی متناقضه و حرف علی 100% درسته. یعنی من به عنوان هایرینگ منیجر اگر بخوام ببینم دقیقاً همون چیزی رو میبینم که علی داره میگه، ولی مسئله‌ای که وجود داره شما تا از ATS رد نشید اصلا CVتون رو در اسکیل بین‌المللی هیچ شخصی نمیبینه. پس اولین چیزی که باید اینجا در نظر بگیرید عبور از ATS.
و اون هم یک سری چیزها داره که حالا خدمتتون عرض میکنم. و بعد از اون این رو در نظر باید بگیریم که یک نفری اون پشت هست که داره اینو میبینه. ما باید خودمون رو جای اون نفر بذاریم. از جنبه این هم باید نگاه کنیم که اون پوزیشنی که هایرینگ منیجر دارد و داره برای حالا یه پوزیشن زیر دست خودش کسی استخدام میکنه دقیقاً دنبال چی. یه چیزی که من خیلی همیشه توصیه میکنم به بچه‌ها که به این نکته دقت کنید، ببینید این یک تسکی است که هایرینگ منیجر داره دلیگیت میکنه، یعنی داره میسپاره به یه نفر دیگه. خب ما قرار نیست به هایرینگ منیجر بگیم هر کاری که تو میتونی بکنی و منم بلدم بکنم، خب رو من حساب کن. نه، هایرینگ منیجر داره کسی رو استخدام میکنه که یک کار بسیار مشخصی رو به صورت دقیق انجام بده. پس از این جهت به مسئله نگاه کنیم و شروع کنیم سی وی نوشتن. خب و این به نظرم اصل ماجراست که در هر چیزی، من به نظرم در هر اکتیویتی، در کاریابی و کار فنی حالا در دنیای تکنولوژی باید همیشه خودمون رو بزنیم جای کسی که داره استخدام میکنه و ببینیم دقیقاً نیازش چیه، چی خواسته از ما، باید همون رو بدیم و لازم نیست که کار دیگه بکنیم. من چون خیلی کوتاه بود آماده شدنم برای این داستان، یعنی علی به محض اینکه من گفت من زیاد چیز نداشتم اینجا، فرصتی نداشتم که بخوام آماده بشم. قربونت برم، تو امیدوارم هیچ وقت که فرصت نداری، همینم به زور گیرت آوردم. عرض کنم خدمت شما، من یه سی وی دارم. این سی وی قدیمی منه و مال زمانی است که دنبال دو مدل پوزیشن بودم، مدیریت پروژه و سولوشن آرکیتکت. یعنی دنبال این نبودم که یه دونه چیزو اپلای کنم که خودش اشتباه. خب ولی یه خوبی که داشت این سی وی برای من این بود که یک سری اطلاعات مرجعی رو من داخلش آورده بودم که برای هر پوزیشنی میتونستم فقط از این کپی پیست کنم و استفاده کنم. به همین جهت میخوام از این شروع کنم و بعدش هم سی وی الانم نشون. اما اینکه یک قانونی وجود داره، سی وی بالای 3 صفحه 100% رد است. اصلا ATS اولین چیزی که چک میکنه صفحات سی ویه و سی وی تون نباید از 3 صفحه بیشتر بشه. و وقتی در مورد صفحه صحبت میکنیم، شما میتونی یو اس لیگال لتر بذاری سایز صفحه تو بشه 2 کیلومتر. خب اون چیزی که من الان اینجا گذاشتم، خب این یو اس لیگال لتره و 2 کیلومتر میشه توش متن گذاشت. نه، وقتی میگیم 3 صفحه منظورمون 3 صفحه A4 با مارجین نرمال. خب این رو در نظر داشته باشیم. ما اینجا بچه زرنگ بازی در نیاریم به لحاظ اینکه حالا گفتن 3 صفحه صفحه رو بزرگ میکنیم. خب چون ما خیلی دیدم که از این اتفاق میفته. نکته‌ای که وجود داره در بحث سی وی نوشتن، آنچه که ببینید اینو در نظر بگیرید، وقتی میرید تو لینکدین یه کاری اپلای میکنید، تعداد اپلیکنت هایی که اون سی وی داشته رو مینویسه براتون. نگاه کنید به صورت نرمال حداقل بالای 100 تا دونه اپلیکنت هر پوزیشنی داره. خب و 100 تا دونه اپلیکنت خب معلومه که هیچ کی نمیشینه همه سی وی ها رو بخونه. چقدر مگه اگر کسی حوصله داشت اینقدر متن بخونه که احتمالا خودش دیگه نیازی نداشت کسی هایر کنه، اینقدر وقت داشت اون تسکیه رو انجام بده. پس آنچه که همون اول کار هایرینگ منیجر میخونه اینه که سامری شما چی؟ شما دقیقاً چی کاری؟ خودتو چی میبینی و بزرگترین دستاوردت چی بوده که اونو در سامریت آوردی؟ خب چه به لحاظ فنی چه به لحاظ سافت اسکیل، که حالا همون چیزی که علی گفت یه ذره مرز نامشخصی داره سافت اسکیل که ما چطوری چیزش کنیم. مثلا این سی وی قبلی من سی وی اشتباهی بود. من به عنوان پراجکت منیجر، نه حتی سینیر پراجکت منیجر، به عنوان پراجکت منیجر معمولی چند خط، 1 2 3 4 5 6 7 خط نوشتم، در حالی که سینیر پراجکت منیجر یا حتی پی ام آفیس منیجر نهایتا می‌نویسه 4 خط. خب اشتباه اول میخوام از سی وی اشتباهی شروع کنم که شما ببینید. و اینکه خب من اینجا سعی کردم همه چی رو بگم خیلی آدم خفنی ام و اینها. خب اونقدر خفنی باید جای هایرینگ منیجر میشستی. اصلا برای چی اومدی برای من هایرینگ منیجر که احتمالاً با این اسکیلا رو اگر تو داشته باشی من از تو ضعیف‌ترم، چرا باید هایرت کنم؟ یا اوور کوالیفای، قشنگش اینه که میگن اوور کوالیفای شدی و مسئله اینجاست که اون تو ذهنش اونجوری فکر نمی‌کنه، میگه چی فکر کرده مثلا که اینو فرستاد. پس سامری قسمت بسیار مهمی است در سی وی. نباید از 4 خط بیشتر باشه. حالا من میگم از مید لول و سینیر لول دیگه نباید از 4 خط بیشتر باشه. اگر هم جونیر هستید میتونید 4 خط بنویسید، ولی تو اون 4 خط اطلاعات مفیدی باید بدید.
اطاله کلام نباید بکنیم. دقیقاً اون پین پوینت طرف رو در نظر بگیریم، خودمون رو بذاریم جای هایرینگ منیجر و از اون باب نگاه کنیم ببینیم این آدم چی میخواد و من دقیقاً اون چیزهایی که دارم رو بهش نشون بدم. که حالا حتی اگر تجربه کاری هم از قبل ندارید و دفعه اوله که دارید سی وی میدید، میتونید در مورد کار، میتونید در مورد تحصیلتون اونجا صحبت کنید. ولی اصولا سامری جای حرفای تحصیل نیست. اگر سی وی برای کار میفرستید، اگر سی وی آکادمیکه، اصلا کلا این سشن برای اون نیست. اصلا در مورد سی وی آکادمیک صحبت نمی‌کنیم. پس سامری بسیار مهم است. شما میتونید سامری طولانی تری رو در لینکدینتون قرار بدید، ولی در سی وی تون بهتر که همچین کاری نکنید. یعنی 4 خط نهایت سامری باید باشه و در اون 4 خط با خوندنش طرف بفهمه شما چی کارید و یه جایی به اینا میگن هنگر، یه قفلی بزنید به طرف که بخواد ادامه سی وی رو بخونه، وگرنه در همین نقطه شما فیلر رو میدید و رد میشه سی وی تون اگر از ATS رد شده باشید. چیزی که ATS باهاش برخورد داره، یعنی حالا اینو اینجا اشاره کنم بعد بریم وارد سکشن اسکیل بشیم، اینه که میاد متن سی وی شما رو OCR میکنه. حالا همه اینجا دیولپرن دیگه میتونیم اینجوری صحبت کنیم. OCR میکنه و متن رو اکسترکت میکنه از سی وی شما و با جاب پستینگی که وجود داره، اون هم OCR شده یا حالا خود تکستش رو اگر داره، مقایسه وزنی میکنه، ویجینگ میکنه این تکست شما رو و از توی تکست جاب پستینگ کیوردها رو در میاره که شما میتونید به راحتی با انجام دادن یه ورد کلود که هزاران سرویس براش هست، کیوردهای جاب پستینگ رو در بیارید و نگاه میکنه که آیا شما اون کیوردها رو در سی ویتون دارید یا نه. اگر اونجا مثلا گفته شده پستگرس اسکیول، شما باید اون رو تو سی ویتون داشته باشید. هرچند که حرف علی درسته، من به لحاظ مدیر فنی بخوام نگاه کنم، بزن SQL، من میفهمم تو همه اینا بلدی. به هر حال یه تایپی از SQL رو که فکر میکنم استراکچر درسته، یعنی من با این استراکچر کار گرفتم قبلا، خب، و میدونم که خیلی دوست داشتن این استراکچر رو. این استراکچر یه بخش اعظمیش رو من از یکی از دوستانم یاد گرفتم، کردیتش مال آقای دکتر کریم زاده است، ولی خب ایشون الان نمیدونم ازشون خواسته بودم که اتفاقا جوین بشن، ولی خب چون نیستن، حالا من اینجا میگم که کردیتش مال ایشون، از ایشون یاد گرفتم و استفاده کردم و نتیجه داد در زمانی که کار دیولپری و سولوشن آرکیتکچر انجام دادم. توی سکشن ببینید یه چیزی که خیلی به لحاظ فنی مهمه، همونجوری که کلین کد مهمه، به نظرم کلین تکست هم مهمه. شما به عنوان یه نفر که داکیومنت فنی می‌نویسی باید بتونی کاتگورایز کنی تکستی که داری می‌نویسی رو، و این کاتگوریزیشن کمک میکنه که طرف لزومی نداشته باشه بره جای دیگر رو بخونه، بره دقیقاً اون کاتگوری خاص رو نگاه کنه ببینه آیا شما اون چیزی که ایشون میخواد رو دارید یا نه. من اسکیلا رو به 5 بخش تقسیم میکنم: سافت اسکیل، تکنیکال اسکیل، سافتور تولز اند اسکیل، پروگرامینگ لنگویجز و لنگویج اسکیلز. خب سافت اسکیل ها میگم مرز مشخصی نداره. شما مثلا میگم ROI آنالیسیس، ریترن آن اینوستمنت آنالیسیس، یک کار فنی مالی است. خب ولی از نظر من دیولپر یا پروژکت منیجر این یه سافت اسکیل محسوب میشه، چیزی است که من بلدم به لحاظ اینتویشنی انجام بدمش. خب و همین اینجا قرارش دارم، چون جزء تکنیکالیتی های کار من نیست. خب جزء تکنیک هایی نیست که من در کارم به کار میبرم، ولی از این جهت که به عنوان مدیر پروژه در آیتی پوینت آف ویو بیزینس هم دارم کمک میکنه. خب به همین جهت من قرارش دادم اینجا. یا اسکیجولینگ یا مدیریت زمان، خودش میتونه برنامه‌ریزی و زمانبندی میتونه سافت اسکیل محسوب بشه، در حالی که اگر مثلا میگم این کار در مورد یه پروژکت کوردینیتور بود، اون جزء تکنیکالیتی های کارش محسوب میشه. ولی چون من تکنیکال پروژکت منیجرم، جزء سافت اسکیل ها محسوب میشه. آنچنان روی این تاکید ندارن، چون یه فاینانشال دیپارتمنتی هست که حالا میجر استیک هولدرهای اونا توی پروژه هستن و من از اونا کمک میگیرم به عنوان کانسالتنت پروژه. پس اینها رو من توی سافت اسکیل قرار دادم. استرانگ پرابلم سالوینگ جزو چیزهایی که خیلی مهمه، که پرابلم سالوینگ تقریبا تو هر پوزیشنی در هر حوزه آیتی مهمه. کریتیکال تینکینگ خیلی مهمه. کامیونیکیشن بسیار مهمه، چه دیولپر جونیور باشید تا های لول منیجر هر کمپانی هم که باشید، کامیونیکیشن بسیار مهمه. و قصه الهازا و بحث تکنیکال اسکیلز رو اینجا من آوردم و حالا چیزایی که مربوط به تکنیکالیتیه، مثلا آرکیتکچر دیزاین یه کار تکنیکیه برای یک مهندس. خب نه جزء سافت‌ور محسوب میشه نه جزء سافت اسکیل محسوب میشه. این یک کار تکنیکیه. مثلا
دانش دیوآپس داشتن یک کار تکنیکه. دیوآپس لزوما یک اسکیل فنی محسوب می شود، نه یک اسکیل مثلا سافتوری یا کارهای دیگه. مثلا توی سافت اسکیل بخوایم بیاریمش. واقعا صلاح هر آنچه که بلدم رو گذاشتم اینجا و سافتور تولز اند اسکیلمو جدا کردم. اینجا فقط در مورد خود سافتور ها، مثلا سیلز فورس، مایکروسافت 365 که حالا همه بحثش رو الان دیگه همه میزنن، مایکروسافت تولز، SAP S/4HANA و قصه تمام اینها رو، یا مثلا سرکت پایتون یکی نرم افزاره که من بلدم باهاش کار بکنم، لزوما برنامه نویسی نیست، من بلدم با اون IDE کار کنم. پس اونها رو در یک سکشن جدا قرار دادم. پروگرامینگ اسکیلز ها پایتون، جاوا اسکریپت و جاوا اسکریپت رو همیشه توصیه میکنم، حتی پایتون رو این روزا توصیه میکنم من که لایبرری هایی که باهاش کار میکنید بنویسید، چون جیکوئری هم جاوا اسکریپت، خود پیور جاوا اسکریپت هم جاوا اسکریپت، برای یک تا جاوا اسکریپت. خب خیلی البته فرق رزومه پروژکت منیجر رو حواستون منیجریه. باشه. آره الان یعنی ولی خب باید نه، بدون اینا رو همه رو. 100%. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که باز هم در پروژکت منیجمنت هم شاید مثلا اگر یکی جاوا به اندازه کافی بلد باشه، بقیه لنگویج ها مهم نیست. حالا من اون یکی که الان دارم رو نشون میدم و ببینید که چجوری نوشته میشه. یا مثلا بقیه چیزهایی که اینجا هست، مثلا لدر لاجیک مربوط به مهندسی کنترل، اصلا برنامه‌نویسی PLC، اصلا هیچ ربطی به آیتی هم نداره. که لنگویج ها به شدت توصیه میکنم. یک نکته که بچه ها دقت کنید به این، در نوشتن سی وی اینترنشنال کلمه ایران و زبان فارسی رو از سی ویتون حذف کنید، چون 90% کمپانی بین‌المللی به خاطر اینکه حجم اپلیکنت های ایرانی بسیار زیاد شده و اکثرا هم اصلا قابلیت ریلوکیشن ندارن، به همین جهت برای اینکه وقتشون تلف نشه یه فیلتر گذاشتن رو ATS، هر کی نوشته ایران، هر کی زبانو گذاشته فارسی، اینو حذف. یعنی شما اصلا از ATS رد نمیشه، سی ویتون رو کسی نمیبینه که بخواد بخونه که اصلا نظری روش داشته باشه، همون اول کار رد میشه. پس زحمت بکشید زبان فارسی از زبانهایی که بلدید جدا کنید، اصلا لازم نیست طرف بفهمه ایرانی، مطمئنه که شما فارسی بلدید قطعا. و حتی من الان اخیراً انگلیش رو هم از لیست لنگویج جدا میکنم، چون زبان انگلیسی دیگه الان همین سی رو به انگلیسی نوشتین، اگه بلد نبودین که نمی‌نوشتین. خب وقتی شما انگلیسی رو می‌نویسید به عنوان لنگویج، تصور هایرینگ منیجر این خواهد شد که شما انگلیسیتون ضعیفه، یعنی اونقدر کانفیدنت نیستین که انگلیسیتون خوبه که نوشتینش. به همین جهت من حتی الان این رو هم جدا کردم، مثلا ندارمش تو سی وی، و بقیه زبان‌هایی که بلدم رو با اون به اسکیلی که بلدم سعی کردم نریتیو هم بنویسم، چون ATS سیستم ها اونقدر با ویژوال کانتنت شما کاری ندارن. یعنی شما هرچی هم اسکیل بذاری و این داستانا کسی نمیبینه اون رو، یعنی ATS اصلا اونو جدا نمیکنه که ایشون بخواد ببینه. و همینجا توصیه میکنم نریتیو و با تکست بنویسید پروفیشنسیتون رو در زبان. این یه ساختار کلیه. خب و هر دفعه من هر کدوم از اینا که لازمه میذارم و هر اونچه که لازم نیست رو نمیذارم. یعنی اگر نیچر کاری که دارم اپلای میکنم یا جاب پستینگ اصلا به این مسائل اشاره نکرده باشه، من همه اینا که اضافه رو حذف میکنم. بعد میایم که ورک اکسپریانس، من توصیه میکنم اگر دیولپری اقدام میکنه همین استایل سامری اسکیلز، بعد برید وارد ورک اکسپریانس بشید، چون طرف میخواد اسکیلاتون رو ببینه، بعد ببینه اصلا دارید اونو که بعد بره جاب دیسکریپشن شما بخونه ببینه شما چیکار. بسیار مهم است که اسم کمپانی رو بنویسید. حالا میتونید این ترتیبش رو عوض کنید، اسم کمپانی، تایتلی که کار کردید و شهر و محلی که اون اتفاق افتاده. خب که من کلا کانتری رو توصیه میکنم نذارید، همیشه اسم شهرها رو بذارید و بعداً اگر اسم شهر رو نفهمه اصولا هایرینگ منیجر ازتون میپرسه که مثلا این پروژه‌ای که اشاره کردی کجا اتفاق افتاده، و اون موقع این زمان نیست که شما تو اینترویو میتونید توضیح بدید بابت مسائل. اشتباه بعدی من اینجا چی بود؟ چند تا بولت پوینت، 1 2 3 4 5 6 خدا تا 14 15 تا احتمالاً بولت پوینت. واقعاً کسی که این کاره باشه هیچ وقت نمیاد در مورد نورمالیتی جاب پوزیشن صحبت بکنه. خب من اون موقع بلد نبودم، این مال مثلا چند سال پیش دیگه اصلا صحبتی که بخوایم بکنیم. خب موقع بلدش نبودم و هر کاری که وظیفه‌ام بود سر کار می‌نوشتم. من به عنوان هایرینگ منیجر وقتی قرار میگیرم، الان نظرم این است که آقا شما تو اون کاری که داشتی می‌کردی با اون پوزیشن چه کار شاق و
عجیب و غریبی انجام دادی اونو اشاره کن. چه عدد ولیوی برای پروژه‌ای که داشتی توش کار میکردی ایجاد کردی، برای کمپانی که توش کار میکردی ایجاد کردی و اونها رو باید بگی و بولت پوینت در نهایت در حد اکثر 4 تاست. یعنی شما نباید برای هیچ کاری بیشتر از 4 تا بولت پوینت بنویسید و کمتر از 2 تا. یعنی میتونید اگر خیلی کاری که انجام دادید کم اهمیته با یه بولت پوینت هم ازش رد بشید، ولی ماکسیموم 4 تاست و اگر کار جدی وجود داره مینیمم 2 تا. و تو اون بزرگترین دستاوردتون در اون کار رو اشاره کنید. و این نکته که من تو سی وی که علی داشت میخوند دیدم اینه که مثلا داکر رو داکر بگیم، داکرایز نگیم، چون احتمالاً دوباره ATS سر این اشتباه میکنه. یا مثلا کانتینریزیشن بهتر از داکرایزیشنه. یعنی داکر یک پارت از اینه، در حالی که کانتینریزیشن میتونه با تکنولوژی مختلفی اتفاق بیفته. بهتره که جنرال مطرحش بکنید و اینجوری احتمال اینکه وارد اینترویو بشید بیشتره، چون اونجا میاد ازت میپرسه که با چه تکنولوژی داکریزیشن انجام دادی، میگم کانتینریزیشن انجام دادی، اونجا میتونید بگید داکر. به همین جهت یه ذره سعی کنید کلمات جنرال تری استفاده کنید تا اینکه اسپسیفیکلی به تکنولوژی اشاره کنید، مگر اینکه میگم در جاب پستینگ اون اسم اومده باشه و شما بخواید که از صد ATS رد بشید و اون اسم رو اونجا مجبور بشید به کار ببرید. یه ذره اینجا شارپ بودن خودتون مهمه. از بولت پوینت ها که میگذریم، من دوباره سر کارهای مختلف اومده بودم پایینش نمیشه بودم توزم متدولوژیز، دوباره سافتور اند پروگرامینگ لنگویجز، من از چه نرم افزارهایی توی این کار مشخص و چه زبان برنامه‌نویسی در این کار مشخص استفاده کردم و چه متدولوژی هایی استفاده کردم. یعنی متدولوژی رو هم با تکنیکال اسکیل دوباره جدا کنیم. خب اسکرام مثلا میگم، حالا در بحث دوباره مدیریت پروژه یا اسکرام مستری و پروداکت منیجمنت بخوایم صحبت کنیم، اسکرام یک فریم ورک است، در حالی که اجایل یک متدولوژی است. شما باید بتونی وقتی میگی متدولوژی اینو تعریف کنی. اگر مثلا به عنوان یک آدم حرفه‌ای بخوای شناخته بشی، شما باید تفاوت بین متدولوژی و فریم ورک رو بدونی. نه یا این بگیم با اسکرام متدولوژی یا اسکرام متد کار کردم. اسکرام متد نیست. در هر زمینه‌ای که میخواین اپلای کنید، چه فرانت، چه بک، چه سولوشن آرکیتکچر، چه هر کدوم از اینها که بخواید اپلای کنیم، مثلا میگم زیرو تراست در بحث اکسس منیجمنت یک فلسفه است که AWS آورده، یک فلسفه است، یک فلسفیه. خب و این فلسفه رو شما باید به اسم درستش به کار ببرید، نه یا این بگین از زیرو تراست متد استفاده کنید. متد نیست، یک فلسفه است. یعنی اون موقع هایرینگ منیجری که خودش این کاره باشه متوجه میشه که شما حداقل یک بار وایت پیپر AWS رو خوندی، همینجوری از رو معده ننوشتی که من AWS رو بلدم. خب این بسیار مهمه، چون من دیدم بارها و بارها توی دیسکاشن هایی که ما در زمان هایرینگ داشتیم با مدیرای مختلف فنی و حالا چه خود من باشم چه بقیه، به این نقطه رسیدیم که اصلا این طرف احتمالاً دیولپر بدی نیست، خب ولی قطعاً آدم حرفه‌ای نیست، یا مثلا قطعاً ترینینگ های اینداستری نرفته، قطعاً توی سشن های مثلا کنفرانسی نبوده، این آدم قطعاً مطالعه پایینی داره. یعنی همه اینها پوینت های منفیه که ما داریم. یعنی این طرف پروگرسیو لرنینگ ندارد و واقعاً پروگرسیو لرنینگ اصل مطلب در هایرینگ در سطح بین‌المللی، یعنی اینکه طرف بتواند آموزش رو برای خودش داشته باشه به صورت مداوم، یعنی جزء زمانهای اضافه جدا شده از زندگیشه که گذاشته برای یادگیری، و اگر کسی اینو نداره قطعا اون دیولپر رو در 1-2 سال آینده به صورت دیولپر فسیل خواهیم یافت و دیگه اصلا کاربردی برای کمپانی نداره. و همیشه تو کمپانی ما دنبال استخدام کسی هستیم که 2 سال بعدش بتواند تسک‌های بزرگتری رو هندل کنه، نه همین تسکی که امروز داریم. پس این رو هم در نظر بگیرید که اون کسی که هایر میکنه به این نگاه نمیکنه شما 1 سال 2 سال دیگه نیستی، به این نگاه میکنه که شما توی دکید آینده، توی 10 سال آینده چه پروگرسی توی کمپانی میتونید داشته باشه و اون چه حسابی میتونه روتون بکنه، میارزه که الان زمان بذاره برای شما یا نه. پس شما اون پروگرسیو لرنینگ رو هم باید نشون بدید. پس توصیه میکنم که تفاوت ها رو در نظر بگیرید. یه چیزی فلسفی، یه چیزی متد، یه چیزی فریم ورک، اینها رو از هم جدا کنیم. حالا بحث کلین کد و این داستانایی که علی هم داشت میگفت، اینها رو هم در نظر بگیرید که آقا کلین کد آیا متد است، فریم ورک است، چیه، ما در مورد چی داریم صحبت کنیم. یا مثلا در مورد ریاکت، این که مثلا یکی ریاکتی که لایبرری هست رو بیاد بنویسه ریاکت فریم ورک، یعنی این آدم برای یک بار هم داکیومنت ریاکت رو وا نکرد گفتی. خب چون
ریاکت یک لایبرری است، یک فریم ورک نیست، در حالی که انگولار یک فریم ورک است یا مثلا ویو یک فریم ورک است. و تفاوت فریم ورک، یکی از سوالایی که ما همیشه در هایرینگ سشنامون داریم اینه که آقا تفاوت فریم ورک با لایبرری رو توضیح. و میتونم بهتون بگم این اصلا مختص ایران هم نیست، شاید بالای 99% آدم ها اینو. چرا؟ چون آدم ها اصلا تکنیکال داکیومنت خوندن رو انگار بلد نیستن و هر چه رفته این کمتر هم میشه. یعنی تعداد آدم ها بیشتر میشه، این نالج کم میشه در آدم ها که اصلا تکنیکال داکیومنت بخونن و تفاوت ها رو اصلا بخوان کریتیکال تینکینگ داشته باشن، بگن آقا چیه این فرقش، چرا مثلا تو انگولار نوشته فریم ورک، چرا اینجا نوشته لایبرری، و این تفاوت ها رو درک کنن. و حتی همین کلمات ریز میتونه توی کاری که میکنید تاثیر بذاره. بهتون اکیداً توصیه میکنم جیرا کانفلوئنس رو اگر بلد نیستید بلد بشید، چون 90% مواقع شما با این روبرو خواهید شد. درسته الان نوشن و کلیکاپ و کرافت و اینها هم داره اضافه میشه، ولی خب به هر حال حتی اگر کانفلوئنس رو مثلا هر ویکی رو استفاده کردی بنویسید، چون یک دیولپر بدون ویکی تریپل دیگه اصلا نمیتونه هیچ کاری بکنه. عملاً هر پروداکتی باید یک ویکی وجود داشته باشه پشتش، یه جایی شما داکیومنتیشنی داشته باشید. دقیقاً. من توصیه میکنم که حتما این رو استفاده کنید. علی جان فکر کنم 5 دقیقه هم اضافه شده، من از اینو رد بشم. من که دارم استفاده میکنم، ولی فکر کنم میتونی یه 5 دقیقه یه دیگه چند تاشو میتونی اسکیپ کنی به یه جایی که خوبترم برسی. آره. حتی من از اینها رد میشم چون دیگه به نظرم توضیحات کافی در اون سکشن دادم. بریم توی ادویکیشن. آقا ادویکیشن رو خیلی برگ نکنید، نمیدونم جی پی ای هم این بوده، نمرم فلان بوده، بهمان بوده، همه اینا رو بذارید کنار. بعدم مثلا میگم ما هممون تو ایران ماشاءالله چند تا مدرک میگیریم دیگه به دلیل شرایط، لزومی ندارد شما تمام مدرکی رو بنویسید که خیلی ریلیتد باشه به کاری که دارید اپلای میکنید. لزومی چون اصلا یه بار یه هایرینگ منیجری توی دانشگاه که من کار میکردم، مدیر اینترنشنال دانشگاه، یه صحبتی بود، یه بار همین سی وی جنرال من داشتم سر کلاس به دانشجوام درس میدادم، داشتم نشون میدادم، اومد گفت که خیلی خوبه ولی من ردت میکردم اگه سی وی تو برام میفرستادی. گفتم چرا؟ گفت مثلا من یه مدرک حقوقم دارم این وسط، وکیلم بودم، بعد اونم این لاها بود. بعد گفت که خب تو همه کارهایی که تکنیکالی داری اپلای میکنی مدرک حقوقت به چه دردی میخوره اون وسط که گفتی. من اینجوری ببینم از نظر من هایرینگ منیجر، تو کسی هستی که هیچ وقت نمیشینی تو خونه، تو اصلا استراحت نداری، تو همزمانی که داری 7.5 ساعت برای ما کار میکنی احتمالاً به 7 ساعت دیگه هم درس بخونی که بتونی همه مدرک رو گرفته باشی. و این واقعیت درستیه، دقیقاً همین اتفاق میفته. ولی مسئله اینجاست ورک لایف بالانس بسیار چیز مهمیه در حداقل خارج از ایران، که شما ورک لایف بالانس داشته باشی، یه ذره مثلا وقت تفریح و اینها هم داشته باشی برای زندگی. درسته برای ایرانی‌ها، ما ایرانی‌ها کار نمی‌کنه، ولی حداقل میتونیم اینجا فیکش کنیم که این داستان هست. پس لزوما همه مدارک که گرفتید، حتی دانشگاهی که ازش مدرک گرفتید، جایی که جدی باشه کار کردن براش، زیاد رو مدرک و دانشگاه شما کاری نداره. اینکه شما چه کاری بلدید خیلی بیشتر مهمه. به همین مثلا دانشگاه تو که خیلی مثلا دانشگاه پرستیجیسیه اینجا برای کار کردن، یه جاهایی که آن ریلیتده به کار من حذفش میکنم، یعنی اصلا مهم نیست که باشن اونجا. یا حتی دیگری های مسترم و وقتی که اصلا یه جایی اشاره کرده بچلر، من مسترامو حذف میکنم از توی سی وی. چون اینجوری طرف، چون کسی که به بچلر اشاره کرده احتمالا هایرینگ منیجر خودش تا بچلر رو داره. خب و اینکه یه حسی داشته باشه که آکادمیکلی یکی ازش بخوایم نخوایم این هست تو دنیا، یه حسی هست. نمیگم حسادت نیست قطعا، ولی اینکه به هر حال طرف اتوریتش رو از دست نده به لحاظ منیجر، بخواد سایز اعتباری که داره از بین نره. من همیشه توصیه میکنم که تو لولی که اشاره شده داشته باشید. اگر نوشته بچلر مستر لول، مسترتون هم بذارید. اگر نه نذارید. حتی اگر پی اچ دی هستید بهش اشاره نکنید، اینا باعث میشه که اوور کوالیفای بشید در یک زمینه. آره هر دقیقاً آنچه که موضوع هست. مینیمومش من توصیه میکنم که بذارید. این تجربه شخصیه. ترینینگ ها خوبه بذارید، ولی زیاد کسی به اینا دقت نمیکنه، مگر اینکه ترینینگ عجیبه. مثلا AWS سولوشن آرکیتکت هستید، مثلا اسوسییت سولوشن آرکیتکت هستید، یا حالا سولوشن آرکیتکت کاملید، اونا رو بذارید، خوب است. من تیچینگ اکسپریانس دارم، اینو برای جایی که آکادمیک، مثلا مدیریت پروژه، یک واحد آرندی دانشگاه میخوام اقدام بکنم، اینها رو میذارم، چون اونجا منتورشیپ مهم است. ولی هیچ وقت برای صنعت اینو نمی‌نویسم. که لینکدین هم دارم و ملت میتونن برن اونجا بخونن. هابیز بسیار سکشن مهمیه.
بسیار سکشن مهمیه، حداقل در شمال اروپا بسیار سکشن مهمیه. جای دیگر رو باش کاری ندارم، احتمالاً جنوب اروپا، آمریکا و جای دیگه خیلی مهم نباشه، ولی در شمال اروپا بسیار مهم است. پرسونال پروژکت هم توصیه میکنم بذاریدش تو لینکدین، جای صحبت در اینجا نداره. من اینو شیر کنم و برم اون ویندوی دیگر رو شیر کنم که سی وی الانم رو ببینید. من الان برای پوزیشن سینیر پراجکت منیجمنت دارم اقدام میکنم. خب و من اجازه بدید اینو تمام کنم بعد خدمتتون باشم. و سی ویم یک صفحه و اینقدر، نمیدونم یک صفحه و یک وجب الان آنچه که اقدام میکنم. و آخرین پروژه‌ای که آخرین شرکتی که توش کار کردم و دارم چیز میکنم ادامه میدم، پروژه‌ای که توش بودم 360 میلیون یورو بودجهشه اوورالی. خب یعنی اون پورتفولیویی که من دارم روش کار میکنم، ولی 4 تا بولت پوینت گذاشتم. خب شاید اگر قبل ترها بود، چند سال پیش بود، اینجا مثلا من 20 تا برای این پوزیشن پورتفولیو چیز میذاشتم، بولت پوینت میذاشتم. ولی نه، 4 تا از کارهای میجری که در 2.5 سال در شرکت من انجام دادم رو اینجا گذاشتم و بهش اشاره کردم. یا میبینید در سامری فقط به این اشاره کردم کیم، چه کارهایی انجام دادم، چند تا پروژه بوده که اخیراً توش کار کردم و تو این پروژه ها به چه دستاوردی رسیدم. تونستم 64 نفر رو مدیریت کنم، یه باجت 14.5 میلیون یورویی رو توی 8 پروژه ازش استفاده کنم در طی این مدت زمانی که در مورد پورتفولیو صحبت نمی‌کنم، در مورد پروژه هایی که توش بودن. و توی اون پورتفولیو تونستم 24 میلیون به پورتفولیو رونیو اضافه کنم. یعنی هر آنچه که واقعا انجام دادم رو اینجا اشاره کردم و چیزهایی که برای هایرینگ منیجر مهمه. هایرینگ منیجر مدیر پروژه رو در کیس من هایر میکنه که به پورتفولیوی ارزش اضافه بکنه یا هزینه رو از پورتفولیو کم بکنه. و همینجا هر آنچه که برای اون مهم است، حتی این که در چه تایمی اینو انجام دادم رو هم نوشتم و خیلی هم کوتاه، حتی کوارتر و کیو نوشتم، چون اینجا کیو استفاده میشه کافیه، لازم نیست اطاله کلامی اتفاق بیفته. من اینو متوجه شدم که در پوزیشن مدیریت پروژه همیشه ورک اکسپریانس مهمتر از اسکیل است، چون مدیر پروژه سری اسکیل محدودی داره و همه هم میدونن که کسی که کار مدیر پروژه کرده این اسکیلا نداشته باشه اصلا نمیتونسته مدیریت کنه. پس زیاد اسکیل مهم نیست، اسکیل یک جا مهم است که اونم اشاره میکنه. پس من دایرکتلی وارد ورک اکسپریانس شدم. تمام اچیومنت ها، هیچ کدوم از جاب تسکامو اینجا من ننوشتم، تمام اچیومنت هایی که در هر کدوم از این پروژه ها داشتم رو گذاشتم. و اینکه من چند تا پوزیشن دیگه بوده، در چند تا کار دیگه هم بوده که توشون کار کردم و هیچ ربطی به این جایی که من الان میخوام کاری بکنم نداره، اصلا ننوشتم. یعنی نیاز نیست سی وی شما بیوگرافی شما باشه. سی وی شما کافیست هر آنچه که امروز انجام دادید میخواید بدید و بهش مربوطه رو توش بنویسید. لینکدین است که شما میتونید هر آنچه که دلتون میخواد رو بذارید توش، چون اگر این جذاب باشد طرف اینجا کلیک میکنه وارد لینکدینتون میشه و حتما هم اونو کلیکیبل بذارید که طرف حوصله نداره کپی پیست کنه، یه زحمت هم زیاد نکشه، کلیک کنه وارد لینکدینتون بشه و بقیه مطالب رو میتونه تو لینکدینتون بخونه. مثلا توی سکشن ادویکیشن همونجوری که گفتم یه سری از ادویکیشن ها کلا حذف کردم، نیازی نیست. یعنی من هم مدرک حقوقم رو حذف کردم، هم مهندسی مخابرات دانشگاه آلتو حذف کردم، چون هیچ ربطی به این کارهایی که من می‌خواستم انجام بدم نداشت. و من اسکیلز رو آوردم پایین. خب و اگر نگاه کنید اینجا سافت اسکیل رو تبدیل کردم به اینترپرسونال اسکیل، چون به عنوان یک مدیر پروژه با آدم ها میخوام کار بکنم. خب درسته سیستم ها هم مهم است، متد ها هم مهم است، ولی این مدیر پروژه 80% کارش کامیونیکیشنه. پس اینترپرسونال اسکیلز اینجا میک سنس میکنه. از طرف وقتی اینو میخونه دقیق میفهمه که من میفهمم کاری که میخوام انجام بدم چی هست. این مربوط به همون چیزی است که گفتم، مثلا تفاوت ریاکت لایبرری بودنش با مثلا انگولار فریم ورک بودنش. در اسکیل مدیریت پروژه توی تکنیکال اسکیل هم همه آنچه که مربوط به مدیریت پروژه است رو نوشتم، ولی چون تکنیکال پراجکت منیجری پوزیشنی است که دارم اپلای میکنم، پس یه سری از چیزهای تکنیکالی هم که بلدم و شرکت ها و پروژه هایی که بلدم و میخوام باهاشون کار بکنم، اون استک اونها، اون دامین نالج اونها رو دارم رو هم اشاره کردم. زیاد هم نیست. ERP سافتور سکیوریتی الکترونیکس، کلاود اینفراستراکچر، IoT، GIS، GNSS، GDPR هم اون بخش قانونی و کامپلاینس که حالا تو کار من مهمه.
و باید بهش اشاره بکنم. و باز دوباره تو کار فنی، مدیریت پروژه فنی حالا آیتی، همیشه مهم است که شما بتونید از ابزارهای آیتی هم استفاده بکنید. اکثر چیزهایی هم که اینجا اشاره کردم مربوط به پروژه سافت‌ور و هاردور. حالا SAP برای ریسورس منیجمنت، مایکروسافت پروژکت برای خود مدیریت پروژه است، پلنر هم که ابزار جدیدشه، اونم چون الان اینا تو گدر استفاده میشن. پاور بی آی برای اینه که اینسایت بگیرم، یعنی من آدم داده محوری هستم با نشون دادن استفاده از پاور بی آی. جیرا کانفلوئنس هم که عرض کردم برای کلابوریشن، اسلک هم برای کلابوریشن، و همچنین فیگما بسیار اینجا مهمه، یعنی من با دیزاین سیستم ها آشنام، با دیزاینرها کار کردم و از ابزار اونها بلدم استفاده بکنم، حداقل میتونم ریویو بکنم. نیازی هم اینجا، منظور من از سافت‌ور تولز اینه که طولم، یعنی ابزار کار منه، یعنی من اینها رو باشون کار کردم. و خب دوباره میگم کلاود اینفراستراکچر مهمه، یا مثلا پی ال ام یک نرم افزاری است که ما زمانی که میخوایم یه ریلیزی انجام بدیم مخصوصا توی سخت افزار از اون باید استفاده بکنیم. این رو اشاره کردم، طرف میدونه، زیادم نیستن تو دنیا، حالا خیلی محدودن، یکی دو تا من از یکیشون استفاده کردم اونو گفتم. یا مثلا چون در حوزه جی آی اس و کمپانی‌های جی ان اس اس محور کار میکنم، اونا رو هم سعی کردم اشاره کنم که از چیزهایی که ابزار تکنیکالی که در حوزه جی آی اس هست مثل خود اتوکد یا آرچیس از اونها هم استفاده کردم. نیازی هم نیست دیگه چیزهای دیگه بنویسم، هزاران چیز مختلف دیگه که بلدم. و پروگرامینگ لنگویج هم پایتون، جاوا اسکریپت، سی سی پلاس پلاس، این که تعداد اینا رو زیاد نوشتم دلیل بر یک چیز است. سی سی پلاس پلاس در فرمور خیلی استفاده میشه، یعنی من توانایی این رو دارم که فرمور رو بخونم و بفهمم که چه اتفاقی توش میفته، و به عنوان یه مدیر پروژه فنی اگر رفتیم یه جای دمو دادیم دیولپر نبود یه اتفاقی افتاد، میتونم یه دیباگی خاصی روش انجام بدم. هیچ کس انتظار نداره من به عنوان مدیر فنی حالا پروژه بخوام بیام کد بزنم، ولی این که بتونم کد رو بفهمم و اگر مشکلی براش پیش اومد آن دیمند یه حرکتی براش بکنم خیلی مهمه. جاوا اسکریپت به خاطر اپلیکیشن های فرانت و پایتون رو به خاطر این اشاره می‌کنم که خب خیلی هم پایتون رو من خوب بهتر از بقیه‌شون هم بلدم، بابت اینه که خب میتونم اینسایت بگیرم از دیتا. و لنگویج اسکیل رو گفتم همون بالا، و هابیز هم همین. و این الان سی ویز که من دارم صحبت میکنم، در اوورال ورک اکسپریانسی که من دارم بخوام جمع ببندم چیزی هولوش 400 میلیون دلار پروژه ها رو دارم در موردش صحبت میکنم. اینو اینجوری اشاره میکنم به دلیل اینکه حتی شاید در ایران از نزدیک این رقم هم ما در پروژه همون رد نشیم، مگر اینکه پروژه ساختمانی یا یک کارخونه خیلی بزرگ باشه که اون هم تعداد مدیر پروژه بسیار کمتری هستن که این کار بکنن. میخوام بگم که رمز کاریابی در دنیای امروز دو تا چیز هست. یکی سیمپلیسیتی، هر آنچه که میتونید از تکستتون بزنید، یعنی موفقیت یک سی وی به آن چه که در واقع پرفکت بودن یک سی وی به چیزهایی است که توش نیست، نه به چیزهایی که توش هست. خب از این زاویه بهش نگاه بکنیم، یعنی هر آنچه که واقعا لازم نیست توش نباشه. خب این نشان دهنده پروفشنالیسم شماست. و نکته بعدی هم که بهتون میخوام بگم و در مورد سی وی و حالا اینکه کاریابی هستن چطوری بخواید بهش اپروچ کنید، این رو در نظر بگیرید که بالک اپلای کردن موند در زمانهای قدیم، دیگه امروز ما بالک اپلای نمی‌کنیم برای هیچ جایی. شما get to the point، باید اون چیزی که واقعا فیت شماست رو پیدا بکنید و حتما بابتش کاور لتر رو خودتون بنویسید. اینم بگم یکی از چیزهایی که ATS امروز رد میکنه اینه که تکست شما AI جنریتد باشه. ندید چت جی پی تی براتون تکست بنویسه. حتما اگر میتونید به چت جی پی تی یه چیزی بنویسه، شما یه آیدیایی بگیرید که چطوری اپروچ کنید، ولی from the bottom of the heart خودتون شروع کنید در مورد اون کاره یه صفحه بنویسید. چون شما یا دیولپری بعد داکیومنت تکنیکال بلد باشی بنویسی، یا مثلا مدیری بلد باشی کامیونیکیت کنی و یه متنی بنویسی، یه قراردادی بخونی، یه کاری بخوای بکنی دیگه. مینیمم تالنت شما و اسکیل شما این است که یه صفحه بتونی بنویسی در مورد خودت و در مورد این که چرا این کار رو میخوای انجام بدی. و اگر این کار رو نکنید عملا هر آنچه که اپلای میکنید رد میشه و متاسفانه خیلی هم این اتفاق میفته. یه نکته هم که بگم، یه جاهایش هم تقصیر شما نیست. ما به شدت جاب در واقع ادورتایزمنت های فیک داریم در لینکدین. شاید میتونم بگم 30 تا 40% از پوزیشن های اوپنی که شما در لینکدین میبینید فیکن. کمپانی ها این کارو میکنن که فالوورشون برای داشت افزایش ویزیبیلیتی در سوشال میدیا مخصوصا مثل لینکدین
زیاد بشه، چون کسی که اپلای میکنه یه کاری اصولا میره پیج اونها هم یه فالوی میکنه. برای اینکه افزایش داشته باشن در ویزیبیلیتی کمپانیشون، میان جاب اوپنینگ میزنن و شما میرین اپلای میکنین، 2 ماه بعد بهتون یه ریجکشن میده ولی بدون هیچ دلیلی. کمپانی درست درمون وقتی ریجکشن بده اصولا یا میگه که خیلی خوب بود سیویتون، ولی خب مثلا ما به این دلیل مشخص، مثلا تو فنلاند که من هستم خیلی احتمال داره که شما به خاطر ندانستن زبان فنلاندی سیویتون رد بشه، به این دلیل مشخص رد شد، یا اگر بهتون توضیح نداد 99.9% مطمئن باشید که اون جواب فیک بوده و شما تقصیری ندارید. میگم به شرطی که همه این کارهایی که قبلش صحبت کردیم درست اتفاق بیفته. ملل داخل ایران هم همین جوریه، یعنی خیلی از جاب اینجا و خیلی پلتفرم هم که میری به قولی ارسال میکنی شاید بازخوردش از 30 تا شاید یه دونه یا 2 تا دونه باشه مثلا. یعنی همین موضوع این که داری کانتنت میگی اینجا هم دیولپرها هست. خیلی اینو پیشنهاد میدن به شرکت ها. من دیدم که آره آقا برای گرفتن لیدز بیشتر و ویزیبیلیتی بیاد جاب پستینگ های فیک بذارید که ملت فالو کنن کانتنت شما رو. دمت گرم. خب دوستان، هر کس هر سوالی داره فکر کنم دیگه الان جاشه که بخواید بپرسید. احتمالا دیگه اون مواردی که مربوط بود و صحبت کردیم، چه از بعد داخل چه از بعد خارج. ببین خلاصه مطلب اینه که عملا برای هر جایی که میخواید رزومه بفرستید و برای همونجا درستش کنید. خب و حالا طبق صحبتی هم که فرزاد کرد من قبولش دارم، اینجوری دیگه نیستش که بخوای بالک رزومه به همه بفرستی شاید یکیش بگیره. حالا طبق همه موضوعات جلو میریم، ولی سوال هرچی دارید بپرسید که بتونیم بیشترین استفاده هم داشته باشیم. آقای بیگدلی عزیز بپرس عزیزم. میکروفون بازه برای بچه ها؟ فکر کنم باز باشه. بچه اگر که میکروفونتون اوکیه میتونیم باز کنیم بپرسیم. من دسترسیشو تا جایی که میبینم بازه. سلام، وقت بنده رو صدا من میاد؟ بله بله. وقتتون بخیر. یه سوال داشتم در رابطه با جاب پوزیشن هایی که تو ایران میذارن. بعضا میبینم که توضیحاتشو به انگلیسی مینویسن. میخوام ببینم داستانش چیه. ما باید برای این شرکت ها رزومه انگلیسی بفرستیم یا مثلا حتی اینکه برای شرکت های ایرانی رزومه انگلیسی بفرستیم کار درستی هست یا خیر؟ متشکرم. من خودم شخصا 2 تا تجربه داشتم. توی لینکدینم این موضوع رو دیدم که یکی از کسایی که حالا صرفاً ریکروتر محسوب میشه این موضوع رو مطرح کرده. یکی از مسائلی که هستش اینه که میخوام ببینن که شما زبان چقدر میفهمید و چقدر درک دارید تو درجه اول. موضوع بعدی اینه که خودشون اعلام میکنن که میگن رزومه رو انگلیسی بفرستید بهتره، یعنی ما میخوایم تو اون سطح هم شما رو بسنجیم. عملاً فکر نمی کنم تو حوزه کاری ما رزومه انگلیسی فرستادن برای کسی عجیب غریب باشه، چون 90% کلماتی که میخوایم استفاده کنیم هم اصولا انگلیسیه. خب پس فکر میکنم رزومه انگلیسی فرستادن منطقی تر باشه. حالا برمیگرده به مود اون ریکروتر که چجوری بخواد با این موضوع برخورد کنه. فکر کنه تو کلاس گذاشتی یا فکر کنه که داری پروفشنال برخورد میکنی. باز حالا فرض تو تجربه راجع به این موضوع چیه؟ من به نظرم هر زبانی که از جاب اد هست سیوی باید به اون زبان ارسال بشه. همه جای دنیا این استانداردیه. حالا اگر در ایران هم گذاشتن احتمالا یک اینتنشنی پشتش هست دیگه، دلیلی داشته که گذاشتن، پس شما حتما انگلیسی بفرستید. ولی دیگه حالا کسی فارسی زده انگلیسی نفرستید. احتمالاً بهش حالا تو یه رزومه 2 زبانه عملا داشته باش دیگه، فکر نمی‌کنم خیلی ضرری داشته باشه. ولی در کل خود منم حتی اگه رزومه ازم بخوان حتی فارسی هم مثلا باشه یا هر جام بزنم، من یه رزومه کلا انگلیسی دارم همونو میفرستم، خیلی چیز نمی‌کنم. بپرسنم چرا انگلیسی میگم من همین یه دونه رو دارم، یعنی دلیل خاصی پشتش ندارم دیگه. من در طی مسیر دیدم علی پوررحیم و محمد بیگدلی هندریز کرده آره بودن. امیدوارم که جوابتون رو گرفتین، یا اگر نگرفتین بپرسین اونم بگم. ببخشید وسط حرفم من قطع نکردم. اوکی. آقا پوررحیم هم میگن که گرفتن. اوکی. انگار که هیچ سوال نداره. خوب. آره این یعنی انقدر مفید بود براتون که سوال ندارین یا انقدر گنگ بود که سوالی نمیتونید داشته باشید؟ فهمیدم.
من سر کلاس تو دانشگاه که درس میدم همیشه میگم هانتم کنید نمره میگیرید، اشتباهاتم رو در بیارید نمره میگیرید، چون بچه اصولا همه ساکت میشینه. آره. نه ما هم شرایطمون همین جوریه، یعنی میگم من هنوزم که هنوز رزومم ازم میخوان میفرستم، میدونم رزومه رو نگاه نمیکنن، یه ذره میگم آقا بیا جلسه بذارید تو رو قرآن ول کنید اینا رو. ولی مثلا خب شرکت هایی که حالا فرمال ترن میگن که حتما از اون طریق باشه، خیلی هنوز سطح پایین تر و همچین موضوعی برخورد میکنن. کسی که تازه داره یاد میگیره چطور رزومه بسازه، از کجا ایده بیاد. ببین بحث ایده نیست، بحث نیازمندیه. خب یعنی قالب رزومه بیشتر تکسته، یعنی باید متن بذاری، جایگشتش مشخصه، تو نهایتا میخوای به قولی اووررایدش کنی، با چیزی که مربوط به خودت پرش کنی. خب ولی اون اسکیلی که اون شرکت لازم داره برای اون پوزیشن خیلی براشون مطرحه. مثلا میگم حالا مثالی که الان فرزاد زد اینه که میگی که اوکی فرض مثال ما میخوایم بریم فلان شرکت کار کنیم که دنبال مثلا میگم یه سلری هن. بعد تو اگه تو سلری توی رزومت نباشه، خب تو نگاه اول میگن که خب این بلد نیست دیگه، یعنی خب به درد من نمیخوره، ردت میکنن. پس باید برای اون جا پوزیشن رزومت رو جوری درست کنی، اون کلمات رو جوری استفاده کنی که توش باشه. حالا نه که دروغ هم بگی، چون وقتی میرن تو مصاحبه و صحبت میکنن ازت میپرسن و میفهمن چقدر دیپ کار کردی. عملا اینجوری نیستش که تو یه چیزی رو بگی بگن بله اوکی. بعد بدترین قسمتش کجاست؟ تو یه چیزی رو بلدی یا ولی کم بلدی، یه 4 سوال ریز ازت میپرسن که ببینن چقدر توش دیپ بودی، بعد نتونی جواب بدی، کل رزومت رو زیر سوال میبرن. یعنی دیگه نمیتونن بهت اعتماد کنن که یه روده راست تو شکمت باشه. اونجا بدترین قسمت ممکنه. اولین دروغ آخرین دروغ. آره من خودم مثلا تجربه کاری و نالجمو با رد شدن رزومم به دست آوردم. یعنی هی رفتم شرکت‌های مختلف رزومه دادم، رد شدم، بهم گفتن اینو بلد نبودی اونو بلد نبودی، هی خورد فهمیدم چیا رو باید بخونم و به رزومم اضافه کردم. یعنی البته من این نکته اینجا میتونم اضافه کنم، علی ببخش وسط بگو داداش. حرفتون، اینه که اگر رد میشین به هایرینگ منیجر مسیج بدین، تشکر کنید، همیشه تشکر کنید از آدم ها. دنیا گرده، ممکنه فردا دوباره پوزیشن دیگه باشه که این آره دفعه آره بتونید بگیردش. لطفا هیچ وقت عصبانی نشید از رد شدن و دریوری بر ملت ننویسید، ازش تشکر کنید و اصولا هایرینگ منیجر، حداقل میگم اینترنشنال لول، ازشون بپرسید که دلیل رد شدنم چی بوده و فکر میکنید که من چه چیزهایی رو روش کار میکردم که برای من باعث موفقیتم در گرفتن این کار میشد. اصولا هایرینگ منیجرها آدم حسابی که 99.9% آدم ها هستن براتون مینویسن، حتما به ایمیلتون جواب میدن. و حتی من یک نمونه دیدم که طرف با پرسیدن این سوال استخدام شد، کسی که رد شده بود با پرسیدن این که خب من اگر چه چیزی بلد بودم و روی چه چیزی فوکوس میکردم بهتر میشد و الان میتونستم این جابو بگیرم، با هایرینگ منیجر گفته از این اتیتودت من خوشم اومد، بیا کار کنیم، بهتم اینجا میگیم که چی باید یاد بگیری. جذاب. من خودم سر یه موضوعی که رد شدم این بودش که گفتش که رزومت خیلی فلشیه، اصطلاحا خیلی چیزای جنگولک بازی و چیزای خفن توشه، ما همچین چیزی رو نمیخوایم. من تعجب کردم، اولین بار بود یه همچین چیزی رو میشنیدم. بعد فهمیدم تازه اوور کوالیفای شدن خیلی از رزومه‌هایی که من داشتم میفرستادم دلیلش این بود. اکثر رزومه‌ای که میفرستن به دلیل نداشتن سابقه کار کافی رد میشن. باید چیکار کنم؟ ببین من یه تجربه خیلی خاص بهت بگم. اگر که شما سابقه کار ندارید، میتونید سابقه پروژه داشته باشید. لزوما اینکه برید یه جا مثلا کار کنید نیست، میتونید برید پروژه های فرضی تعریف کنید، پروژه بزنید برای چه میدونم مثلا توی پونیشا کار کرده باشی، اون که نمیاد بره نگاه کنه ببینه تو برای اون یارو مثلا این پروژه رو زدی یا نه. میتونی بنویسی ولی باید به اندازش پروژه کفایت داشته باشه که بخواد مثلا توانایی و اسکیل تو رو برسونه، نه اینکه مثلا یه دونه مثلا چون یه تک صفحه زده باشی بری یه چیزی بزنی که چالش داشته باشه. سلام، برای کار اول که میخوایم رزومه بفرستیم سابقه کاری که نداریم، بیایم راجع به چالش‌های پروژه‌ای که برای رزومه میزنیم صحبت کنیم و اینکه یه لینک رپ پروژه رو بذاریم یا نه. آره قطعا باید لینک پروژه رو بذاری دیگه، ولی چالش داشته باشه. مثلا اولین پروژه ها رو میگم تو رودمپ پایتون و حالا صرفا وبینار قبلی خیلی صحبت کردن راجبش که چه جوری اپروچ کنین و چیا رو باید توش داشته باشین. اینجا هم یه خورده صحبتی راجبش کرد، ولی کلا موضوعش سر جاش هستش که چه جوری بخواید حالا صرفا با کدوم شرکت برید درگیر بشید. بگو عزیزم.
من به عنوان هایرینگ منیجر فنی با کسایی که کار کردم، یک نکته از یکی از دوستانم که چیز بود، سینیر سافت‌ور منیجر بود در واقع، باهاش صحبت میکردم. اون یه تریک بسیار خوبی داشت، میرفت استاتیستیکس کامیت گیت هابو چک میکرد و میگفت اگر کسی واقعا یه پروژه رو کار کرده و هرچند هیچ تجربه کاری قبلی نداشته باشه، اگر واقعا روی پروژه کار کرده و این رو به صورت مداوم کامیت کرده روی رپویی که توی گیت هاب هست، من در طی زمان میبینم که این چه کدی رو کامیت کرده، میتونم باز کنم ببینم اونجا به چه چالشی برخورده و بعداً در ورژن بعدی اینا چطوری حلش کرده. یعنی به جای اینکه اصلا کل پروژه رو نگاه کنه، استاتیستیکس رو نگاه میکرد و بر اساس استاتیستیکس میتونست حد بزنه که اینجا چه اشتباهی کرده و اینو چطوری رفته حلش کرده. حالا جالبه. اصولا توصیه میکنم شما همه رو مرج به مین نکنید، سعی کنید چند ورژن از پروژه نگه دارید که مدیری که میره چک میکنه یا کسی که کد ریویو میکنه روی پروژهاتون بتونه بفهمه خب شما قبلا اشتباه کردید. هیچ آدمی اشتباه نیست، هیچ کسی هم بدون اشتباه کردن یاد نگرفته. اگر اینجوری باشه احتمالاً پیغمبر خداست. خب پس این رو باید واقعی نگه دارید و یه جوری کامیت کنید ورژن های توی برنچ مختلفی، مثلا بزنید ورژن بندی کنید پروژهتون رو، خب، و بذارید طرف پروگرس کد زدن شما و پرابلم سالوینگ شما رو ببینید. اینجوری خیلی راحت تر میتونه بفهمه که شما چقدر دقیقاً اونجا میتونه بفهمه که شما این مشکل رو چند روز طول کشید حلش کنید، چطوری حلش کردی. خب و این خیلی واقعی تر میشه به گیتابتون. یعنی توصیه میکنم اون استاتیستیکس کامیتتون رو خیلی با دقت حفظ بکنید. مثلا مال علیو ببینید دیوانه‌واره، من هر از چند نگاه میکنم عجیب و غریبه مال علی. یعنی حالا نده به اون شدت، ولی خب این که شما رگولارلی دارین کد میزنین و واین استادید حالا یه پروژه رو 6 ماه بار یه دونه کامیت بزنید، این نشان دهنده اینه که شما اکتیویت و دارید کار میکنید و هی دارید مسئله حل میکنید. جناب خورم بفرمایید عزیز. سلام، صدای من؟ بله بله. سلام، خیلی نباشید، واقعا خیلی خوب بود، خیلی لذت بردم. من سکن تو ماشین اینا گوش بدم و خیلی عالی. من فقط از علی آقا سلام که اگه امکانه هست یه بار چیت فور دو اشاره کنید که تک پایتون و جنگو خیلی مهمه که اصلا بزرگ شما رو باشه. اول صحبتاتون راجع به صحبت ولی اگه چیت فور هم بگیم ممنون. به عنوان دیولپر استک پایتون و جنگو توی گیتاب چه چیزایی باشه بهتره؟ منظورت این بود؟ من صحبتت خیلی قطع و وصل داشت، دقیق متوجه نشدم. نه به صورت اینترنت هم یه خورده ضعیفه، میخوای میخواستم بنویسش که قربونت امکانش برم، هست یه جا چیت فور یه بنویس، بار بگی. توی مسیجا بنویس که من متوجهش بشم. خب خانم اسماعیلی میگه که برای یو ایکس دیزاینرها چه پیشنهادی؟ من هیچ پیشنهادی ندارم اصلا، اون سم نمیرم. ما میدونیم که خانم اسماعیلی، ما به دیزاینرها در واقع اینجا میگن چیز دیزاینر پیتفال. یعنی هر تو پروژه دیزاینر هست انگار یه چاله‌ایه که ما توش افتادیم. ولی نه، حالا شوخی میکنم. به نظرم دیزاینرها این که سناریو بیس کار کنن و حالا یونیفیکیشن سیمپلیفیکیشن رو چطوری اجرا میکنن و سناریوهایی که برای دیزاین دارن و اون دیزاین سینکینگ رو میتونن توش اپلای بکنن توی داکیومنتیشنشون یا مایند مپینگی یا در واقع دیزاین چارتری رو بتونن آماده بکنن. به نظرم اون توی پروفایل بیهانس اگر همچین چیزهایی رو شما لحاظ کنید، فقط خود دیزاین قشنگه رو نذارید اونجا، دلایل پشتش رو و پروسه‌ای که باهاش کار کردید رو همراه دارید، خیلی فرق میکنه. من دیدم که سینیورترین دیزاینرهایی که ما باهاش کار کردیم که میتونم بگم خیلی جزو واقعا آدمای خیلی تاپ لول دیزاین در دنیا بودند، به خاطر اینکه کمپانی که من توش کار کردم بسیار دیزاین توش مهمه به خاطر تولید محصولی که داره. این آدم ها کمترین کار دیزاینی رو انجام دادن، در واقع گرافیکال یو آی دیزاینی رو انجام دادن و بیشتر کارشون تحلیل یوزر اکسپریانس بوده و برای اون داکیومنت درست کردن. البته فکر کنم مربوط به این موضوع جلسه نبود، فقط در حدی که بتونم صحبت بکنم چند تا چیز در موردش بگم. بله. آقای منصوری بفهم.
جناب خورم این موضوعی که داشتی و توی مسیج بنویس، چون یه ذره صدات هم بد میومد، متوجه نشدیم چی بود دقیقا. ولی بچه اگه کسی سوالی داره بپرسه، تایممون یه ذره محدوده. آقای منصوری دستش بالاست. آره گفتم، یکی دوبار اشاره هم کردم بهشون. آقای بیگدلی ببخشید من وسط حرفتون چه؟ پریدم، چون دوستان یکم مشغول بودن، گفتم من سوالمو زودتر بپرسم. بفهم. شاید هم کلیشه‌ای باشه این سوالم، ولی میخواستم ببینم سطح شرکت‌های خارج از ایران در مقایسه با سطح شرکت‌های داخل ایران چطوریه؟ چون بعضی از دوستان اعتماد به نفس این که مثلا بخوان خارج از ایران کار بکنن و ندارن و فکر میکنن سطحشون بالاتر. اینو میخواستم اگه موردی هست بفرمایید. خیلی فکر کنم فرزاد اینو بهتر بتونه جواب بده. والا من بعید میدونم تفاوت سطح در عمل اون پوزیشن داشته باشه. جونیور دیولپر فرانت، جونیور دیولپر فرانت مثلا یه لایبرری، حالا یا ریاکت یا جنگو یا انگولاری، به هر حال جنگو که نه، حالا انگولاری، ریاکتی، یکی از اینها رو به هر حال بلده. خب یا لاراول و این داستانا کار کرده، یه چیزی بلده و همون چیزی که شما در ایران برای یک پروژه شاید 100 میلیون تومانی انجام بدید، پروژه میلیارد دلارش هم همون کاره. شما به اندازه 150 ساعت کاری که میتونید به عنوان جونیور دیولپر انجام بدید رو ازتون میخوان و چیز بیشتر نمیخوان. به نظرم عدم اعتماد به نفس اینجا بی‌معنیه. اتفاقا شاید به نظرم ایرانی، دیولپرهای ایرانی حداقل به مراتب، به خاطر اینکه مجبورن با چیزهای مختلفی کار بکنن، به خاطر این سروایوال پلنی که ما تو زندگیمون داریم توی ایران، خیلی بچه‌های اتفاقا فنی قوی‌تری هستن. ولی اینو میتونم بهتون بگم که تجربه ما ثابت کرده که دیولپرهای ایرانی یک ایرادی وجود داره در کارشون. خیلی چیزا بلدن ولی عمق چیزی که بلدن یه ذره کم. آره یعنی به دقیقاً. جای اینکه مثلا اینجا ما سینیر منیجری داریم که خودش فقط فرانت اند دیولپره، به هیچ عنوان از بک اند سر نه که در نیاره، قطعا دیگه همه سری به بک اند زدن، ولی هیچ وقت در مورد بک اند صحبت نمیکنه و در مورد فرانت وقتی صحبت میشه اصلا نمیذاره شما صحبت بکنی. یعنی اگر ریاکت کاره و داره در مورد ریاکت صحبت میکنه، شما یه چیز هجوی بگی درجا همونجا بهت میگه ببند. خب ولی بحث اینکه بخوایم بگیم کی قوی تره، نه. اگر در لول جونیور و مید میخوایم صحبت کنیم هیچ فرق نداره، اتفاقا که بچه ایران قوی ترن. ولی خب واقعا یه ذره سطح بخواد بره تو سینیر، اصولا بچهای غیر ایرانی بهترن، چون بچه غیر ایرانی فوکوس فقط توی همون حوزه کار کردن. این یه دونه چیزیه که من دیدم، ولی به نظرم توی اولیه و شروع اول زیاد فرق نمیکنه و میگم حتی شاید برعکس هم باشه. این کلیت ماجرای ما سر رزومه و پروژه ها، حالا صرفا بک اند کارا رو ما معمولا اینجوری ارزیابی می‌کنیم، میگیم آقا تو چه سطح از سیستم ها و معماری ها شما درگیر بودید. خب مثلا میکرو سرویس درگیر بودی، چند سرویسی ها رو درگیر بودی، با سرویس های بیرونی درگیر شدی یا نه، یا همچین چیزایی ما خیلی واقعا روش درگیر میشیم. به خصوص طراحی دیتابیس و حالا صرفا اون کوئریایی که داری میزنی و خیلی راجع بهش صحبت می‌کنیم. ولی موضوعی که گفتین و حالا خیلی نمیشه اسمشو گذاشت تجربه خیلی خاص توی مثلا رزومه یاد کردن. دیگه چی؟ خودشون رفتن. آره یه ذره کانکشنش به نظرم مشکله، چون چند باری قطع و وصل شد. دوستان سوال؟ بسیار حله دیگه. Let's call it a day. آره دمشون گرم، مرسی لطف آقا کردی فرزاد چاکریم. جون. ببخشید من بدون هماهنگی هم باز دوباره باهات نه خواهش می‌کنم، خیلی حال داد. بدون هماهنگی باهات هماهنگ کردم. سلامت باشی. ارادت. بچه‌ها خیلی خوشحال شدم، همین موفق باشین. سلامت باشین بچه‌ها، امیدوارم که به کارتون اومده باشه و بتونین ازش استفاده کنین. و بازم میگم هر جا احساس کردین اگر نیازمندی برای وبینار یا چیزی شبیه به این بودش دوباره بهم بگید که من پیگیری میکنم. البته باز یه وبینار دیگه اگه اشتباه نکرده باشم هفته بعدی داریم، ولی موضوعش یکم بیشتر محوریتش میره به استک پایتون و بحث پروداکشن. امیدوارم که استفاده کرده باشین. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. علی ریکوردش رو بگو کجاست بچه‌ها میخوان. رکوردش رو من همیشه رو سایت خودم میذارم، تمام وبینارهایی که برگزار میشه. سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا